به جلسه 4 استادی محتوا خیلی خوش اومدین. بازم مثل همیشه اولین اسلایدم راجع به یادگیری است. آیا پس از این دوره ما نویسنده حرفه‌ای خواهیم شد؟ همونطور که دوستان اشاره کردن، یک سری از افراد شروع کردن به تولید محتوا با چیزایی که یاد گرفتن تا اینجای کار، یا محتواشون رو با چیزایی که یاد گرفتن بهینه‌تر کردن. 100% بعد از این دوره، بعد از این ورکشاپ، شما به راحتی محتوا تولید خواهید کرد. چند صد از نویسنده‌های دیگه محتوای بهتری تولید خواهید کرد و فکر نکنین که نویسنده‌های دیگه این چیزایی که اینجا گفته میشه رو کامل میدونن، یعنی اطلاعات خاصی ندارن. چون که من دوره‌ای توی سطح وب ندیدم همچین دوره‌ای باشه که کاملا سئو محور باشه و واسه وب آموزش داده بشه نویسندگی. من به شما تاکید میکنم که یادگیری رو هیچ وقت متوقف نکنید، چه با من چه با دوستان دیگه. توی وبینارهایی که توی ای سمینار هست شرکت بکنید و هر روز در حال یادگیری باشین و یاد گرفته‌هاتون رو همیشه به کار بگین، تجربه بکنین. یعنی من خودم تجربه کردم که الان میتونم یه سری چیزها رو ارائه بدم. و مورد مهمتر این است که سعی کنین همیشه علم رو تکثیر بکنین، یعنی به اونا هم یاد بدین. هم خودتون بهتر یاد میگیرین، هم باعث میشه که این زنجیره قطع نشه، یعنی وب ایران به سمت خوب شدن بره. خب جلسه امروز راجع به چیه؟ جلسه امروز راجع به سمنتیک SEO خواهد بود. سمنتیک SEO یعنی به جای صرف تکیه بر کلمات کلیدی، مثلا بیاین قدیم اینطور میاد توی مثلا چگالی کلمه کلیدی توی صفحه رعایت بکن، مثلا 10 بار این کلمه رو، اونم ابزارهای سئو اینطور یعنی رایج کردن ها. مثلا یوآسئو یا مثلا رنک مس میگفت که آقا چگالی این کلمه کلید توی صفحت کمه، بیشتر استفاده کن من تا چراغتو سبز بکنم. یعنی این موضوع، این ابزارها باعث شدن که افراد اشتباه متوجه بشن قضیه رو، در حالی که اصلا شاید یه کلمه کلیدی فقط دو الی 3 بار توی مثلا یه محتوای 1500 کلمه‌ای تکرار شده باشه، ولی از لحاظ مفهومی کامل درک گوگل رو راجع به محتوای ما، یعنی کامل میدونه که ما داریم راجع به چه موضوعی صحبت میکنیم. پس استفاده از ابزارها مثل رنکمس و یوآسئو که چراغای اونا رو سبز بکنیم واسه یه چیز، سئو کردن یک محتوا، اصلا من توصیه نمی کنم، چون که سئو در زمان حال حاضر بسیار فرق کرده، رفته روی سمنتیک SEO که به چه چیزی تاکید داره؟ ایجاد ارتباط میان چند موضوع مختلف از نظر مفهومی، مثل ایجاد ارتباط بین پاراگراف ها که پشت سر هم میان و بین کلماتی که توی پاراگراف ها استفاده میشه، جملاتی که شما می نویسین پشت سر هم می نویسین، این ارتباط معنایی رو ایجاد بکنن. این حالت نیچش بود، یعنی من خیلی ریز شده بودن، یکم بیام بالاتر کلا معنا و مفهوم یک مقاله حول یک موضوع بچرخه و اطلاعات جامعی رو ارائه بده. یعنی یه نفر اومد توی اون صفحه بدونه که راجع به این صفحه راجع به چی هست و راجع به چی داره صحبت میکنه. و گوگل هم چون که یادگیری ماشینی داره، از هوش مصنوعی داره استفاده میکنه، نه شاید که مثل انسان، ولی میفهمه که صفحه شما از لحاظ مفهومی چه چیزی رو داره بیان میکنه. پس صرف این که بیام روی کلمات تمرکز بکنیم، یه چند تا کلمه رو بیشتر استفاده بکنیم توی متن، سئو کردن نیست. خب من دکمه استارت رو میزنم، آقای جاسمیان میام بالا و جلسه فوق‌العاده امروز رو شروع می‌کنیم. فکر کنم اولین بار توی ایران از لحاظ کانتنت سمنتیک SEO رو می‌خوایم بررسی بکنیم و امیدوارم که استفاده بکنیم. الان خود صفحه یه چیز رو داد شما؟ بله صفحه است. اوکی. سمنتیک سئو و انتیتیا، چون خودم دیگه الان روی فایل PDF هم من شما رو نمیبینم، اگر احیانا صدا قطع شد یا چیزی بود آقا یاسر شما بهم اطلاع بده. من مدیریت میکنم، نگران نباش. اوکی. خب بسم الله شروع کنیم موضوع امروزمون رو. ببینید شما همتون میشه گفت کار تخصصیتون نوشتن محتواست، مخصوصا محتوای متنی. پس اینکه گوگل چطور یک محتوای متنی رو پردازش میکنه و
نحوه برخوردش با این محتوای متنی چطوره رو اگر تا حدی بدونید میتونید خیلی بهینه‌تر بنویسید. حالا تو جلسات قبل من فایل ارائه ابوالفضل رو دیدم، سعی کردم چیزهایی رو بگم که حالا اون نگفته و مکمل بشه. ببینید ما 2 تا بخش داریم که میتونه خیلی کمک کننده باشه. یکیش اینه که بدونید سمنتیک یعنی چی و انتیتی ها رو بشناسید. پس ارائه امروز حول کلا این محوره. اولین چیزی که باید بدونید اینه که تفاوت کیورد و انتیتی چیه، یعنی چه فرقی دارن. این که بهتون میگن آقا فلان کیورد یا فلان انتیتی، شما باید فرقش رو بدونید. ببین به صورت کلی بخوام یک تعریف بهتون بگم در مورد انتیتی ها، چیزیه که قابل تعریف و قابل تشخیص باشه. کیورد میتونه قابل تشخیص نباشه. تمام کیورد ها قابل تعریفن ولی تمام انتیتی ها باید قابل تشخیص هم باشن. مثال میزنم براتون اینجا. ببینید مثلا یک مثالی که بخوام بزنم، میگیم دریا. دریا یک کیورده ولی یک انتیتی نیست. چرا؟ چون دریا رو میشه تعریف کرد، یه سری ویژگی ها داره که مثلا با اقیانوس میتونه متمایزش کنه، اما انتیتی نیست چون نمیتونی بهش اشاره کنی، چون یه چیز یگانه نیست. کی یگانه میشه؟ اینکه قابل تشخیص بشه. مثلا میای میگی آقا دریای خزر، اینجا دریای خزر یه انتیتیه، درسته یه کیورد هم هست ولی تازه به انتیتی تبدیل شده. یا یه مثال دیگه، مثلا میگیم آقا میدان یه کیورده، بالاخره میدون چیزی که ماشین بهش میرسه، دور میزنه، یه سری تعاریف خاصی داره توی فرهنگ‌های مختلف، توی زبان‌های مختلف یه سری تعریف داره. اما کی قابل تشخیص میشه؟ وقتی که بشه میدان آزادی تهران، وقتی که بشه میدان نصف جهان که تو میتونی بهش اشاره کنی، یعنی چه یک موتور جستجو مثل گوگل چه یک انسان براش قابل تشخیصه که مثلا میدان نصف جهان همون میدانی که خیلی مشهوره توی اصفهان، خیلی قدیمی، یه تاریخچه داره و قابل تشخیصه. این تا اینجا. حالا هر انتیتی میتونه یک تایپ یا یک نوع هم داشته باشه. مثلا اینکه مثال بزنم، همین مثالی که زدیم مکان بود، اینکه میدان نصف جهان. دریا میتونه خودش یه نوع مکان باشه، یه سریاش مفاهیم میتونه انتزاعی باشه. برفرض عدد پی یک مفهوم انتزاعی، یعنی مثلا ما عدد پی رو تو دنیا که نداریم، توی قانونهای فیزیک بهش اشاره میشه، میگن آقا عدد پی 3.14 قابل تشخیصه. اینجا مفهوم فیزیکی نیست ولی چون یک مفهوم انتزاعی حتی اونام میتونن انتیتی باشن. انتیتی فقط توی سئو کاربرد نداره، یعنی توی تمام علوم ازش استفاده میکنن. این تا اینجا. حالا یه قدم میریم جلو. قدم بعد میرسیم به سمنتیک. سمنتیک یعنی چی؟ ببینید اگه خیلی بخوام ساده و خودمونی بهتون بگم، همون وقتی دیدید توی صحبت‌های خودمون که عامیانه داریم حرف میزنیم، یه جاهایی میپرسیم از طرف منظور چیه، یا یه چیزی رو میگه چون ما از قبل زمینشو داریم میفهمیم، ولی شاید مثلا پدر یا مادرمون چون تو این جریانات نبودن، مثلا دارن در مورد یه چیزی تو اینستاگرام حرف میزنن، خانواده مثلا ندیدن، ما فوراً منظور طرف رو میگیریم. چطور منظورش رو میفهمیم؟ مثال میزنم. مثلا فرض کن داریم در مورد سریال قهوه تلخ حرف میزنیم، میگم آقا اون فیلم رو دیدی خیلی جالب بود و اینا. یه جایی از حرفم مثلا من میگم به رفیقم آقا قهوه تلخ چطور بود؟ یکی که از بیرون داره میشنوه احتمال داره با خودش چند تا فکر بکنه. یکی بگه خب حتما منظورش اون قهوه‌ای بوده که خوردن، یکی میگه شاید منظورش سریال قهوه تلخ باشه و چندین تا برداشت متفاوت از این برداشت میشه. اما کی طرف متوجه میشه بدون اینکه بهش توضیح بدی؟ اون جایی که بین کلامش میگه خب اون فیلمه بود که حالا مهران مدیری توش این کارو کرد، مثلا میگم باب اتی اومد این شوخی ها رو کرد، فلان بازیگر اومد،
فلان ساعت پخش شد توی شبکه 3 پخش میشد، اینا دونه بدونش انتیتیه، یعنی مهران مدیری انتیتیه، اینا دونه بدونه دارن حول این چیز چیده میشن که ما مفهوم رو بفهمیم بدون اینکه بهمون توضیح بدن. یعنی بدون اینکه طرف به من بگه آقا دارم در مورد یک سریال حرف میزنم، چون اطرافش این چیزا چیده میشه تو میفهمی. حالا این مثال رو که من از توی اینترنت برداشتم، ببینید مثلا گوگل کیورد ها رو که در یک صفحه وجود داره، حالا جلوتر بهش میرسیم که چطور پردازش میکنه، اما به صورت کلی فرض کنید توی صفحه اینطوری کیورد ها وجود دارن، مثل یک ذره‌بین اینا رو نگاه میکنه که ببینه چه ارتباط هایی بین اینا وجود داره. پس به صورت کلی بخوام سمنتیک رو بگم، معنای کلمات و مفاهیم و مهمترین چیزی که اینجا بود میشه ارتباطشونه. یعنی سمنتیک یعنی به صورت کلی یعنی ارتباط بین این انتیتی ها چیه. از طریق این ارتباط خودش منظور رو میفهمه. دقیق مثل اون مثالی که زدم، وقتی داری در مورد یه قهوه تلخ حرف میزنی، وقتی اسم مهران مدیری بیاد، چه یه آدم چه گوگل متوجه میشه که داری در مورد یک سریال حرف میزنی. و ما با استفاده از این مفهوم میتونیم کاری کنیم که هم گوگل راحت‌تر اون متن رو بفهمه و هم کاربرامون راحت‌تر بتونن یک متنی که دیتاهای خوبی توش رو بخونن. این تا اینجا. حالا بریم جلو که گوگل چطور کلا متوجه جانم ارائهت صفحش نیست یا هنوز باز نکردی؟ کلا صفحم باز نشده از اون موقع؟ نه سیاه نشون میده. چرا اینطوریه؟ وایسا من اینو بزنم. چرا زودتر نگفتی؟ توقف ارائه. من فکر کردم داری توضیح میدی فقط. اشکال نداره. چیز اون چند تا اسلاید چیزی نبود، یعنی فقط چند تا متن نوشته ساده بود. وایسا اینو با پی دی اف باز کردم، فکر کنم به خاطر اینه. بیارمش روی خود گوگل. الان اوکیه؟ الان نشون میده. عالی. خب این چیزی بود که اولش گفتم سمنتیک سئو و انتیتی چیه، بعدش تفاوت کیورد و انتیتی رو توضیح دادیم که یک انتیتی باید، خیلی خلاصه میگم و میرم جلو، یک انتیتی باید قابل تعریف و قابل تشخیص باشه، ولی یک کیورد نیازی با قابل تشخیص بودنش نیست، فقط یک چیز قابل تعریفه. و حالا مثلا فرقاشون رو بگم، یک کیورد میتونه 10 تا انتیتی توش باشه یا نه یه دونه انتیتی باشه. یعنی کیورد یه چیزیه که خیلی کلیه و یگانه نیست، اما انتیتی باید قابل تعریف، قابل تشخیص و یگانه باشه. همون مثال دریا و میدانی که براتون زدم. بعد این اومدم گفتم آقا سمنتیک چیه؟ سمنتیک یعنی ارتباط. همون مثالی که براتون زدم، وقتی قهوه تلخ داری صحبت میکنی، اگه اسم مهران مدیری بیاد، از طریق ارتباطی که بین قهوه تلخ و مهران مدیری است میفهمه که داری در مورد یک سریال حرف میزنی بدون اینکه اسم یک سریال رو ببری. این هم از خود سمنتیک. بعد این نقص رو گذاشتم که گفتم به صورت کلی میاد توی یک صفحه. به صورت نمونه مثلا میخوام بگم تمام کیورد ها رو، مثلا حروف اضافه رو حذف می‌کنم، جلوتر میگم فرآیند چطوریه. مثلا حروف اضافه، صفت، اینا رو برمی‌داره، یه سری از انتیتی ها رو برای خودش میچینه توی صفحه و با فرض کنید با یک ذره بین میشینه ببینه چه ارتباطی بین اینا وجود داره. این قهوه ترکی چیه؟ آب داغ، آسیاب سنگی، قهوه ارمنی، از اینا داره این برداشت میکنه که داری در مورد مثلا نحوه ساخت قهوه ترک حرف میزنی، نه اینکه مثلا یه مفهوم انتزاعی مثلا یا یه سریالی که اصلا اسمش قهوه ترک. از طریق اینا میفهم. اینجا مثلا اگه اسم حامد بهداد بیاد، نمایش خانگی بیاد، قاجار بیاد، یه سری چیزا که میاد میفهمه که آقا اینجا هم داری در مورد یه سریال حرف میزنی بدون اینکه اسمش رو ببری. اینو تا اینجا که حالا توضیح دادم، اسلایدا نبود، دقیق از این اسلاید بود که میخواستم و گفتید اسلایدا رو نمیبینم. تا اینجا اوکیه؟ یعنی متوجه این
مفاهیم شدید؟ یعنی اوکیه؟ خب خیلی عمالی. ببینید حالا چطور گوگل میاد مثلا توی صفحه‌ای که آقا ما 1000 کلمه نوشتیم، چطور میاد این 1000 کلمه رو آنالیز میکنه یا بررسیش میکنه. این یک متن آلمانیه. حالا من ولی خب مثال میزنم، خیلی مهم نیست، من میخواستم این نمودارها رو ببینید. ببینید بر فرض مثال توی صفحه نوشته شده مثلا پوریا جاسمیان یک علاقه‌مند به سئو توی سنندج داره زندگی میکنه و مثلا روی یه سری پروژه داره کار میکنه و اینطوری یه خط مثلا متن نوشتیم. گوگل میاد، حالا من اصطلاحاتش رو اصلا به کار نمیبرم چون اصلا نیاز نیست شما بدونید، فقط میخوام ذهنیتش رو داشته باشید. ببین مثلا میاد اول جدا سازی میکنه دونه بدونه، پوریا چیه، جاسمیان چیه، شهر سنندج چیه، متخصص سئو چیه، سئو چیه، دونه به دونه کیورد هایی که استفاده میشه در دل اون متن جدا سازی میشه. بعد از اینکه جدا سازی شد حالا میاد میبینه که آقا تمام اینا بر اساس یک چیزی به اسم NLP اتفاق میفته که حالا اونم باز نیازی نیست باز بشه، همون ذهنیتش مهمه. چیکار میکنه؟ میاد این بار لیبل گذاری میکنه، میگه خب پوریا جاسمیان اسمه طبق دیتابیسی که داره، سنندج رو که قطعا میشناسه، یه مکان یه چیزی مثل ویکی‌پدیا داره در مورد سنندج که نوشته شده. متخصص سئو چیه؟ یک مفهوم، یک شغل، یک جاب، تیکه به تیکه حروف اضافه رو مثلا میاد تشخیص میده چون دیتابیس داره، مثلا میدونه که حروف فارسی حروف اضافه چیه، ب، از، ب، برای، اینطور حرفا رو میاد نادیده میگیره، حذف میکنه. صفتا رو میفهمه، خوب، بد، زشت، زیبا، این صفتا واسش قابل تعریفه. خود قیدها رو میشناسه، اینا رو جدا سازی میکنه. خب حالا بعد این مرحله یه چیزی داریم به اسم همون تایپ انتیتی که گفتم. میاد میگه خب این پوریا جاسمیانی که من تشخیص دادم چیه؟ میگه یه پرسنه، یه شخصه. اون سنندجی که تشخیص دادم چیه؟ یه سیتیه. متخصص سئو چی بود؟ یه جابه، یه شغله. بعد با استفاده از این نمودارهای فرضی که خودش داره میاد بین اینا برای خودش ارتباط سازی میکنه. حتی میتونه برداشت کنه، مثلا میتونه از این جمله متنی که من گفتم این برداشت رو برای خودش انجام بده که در شهر سنندج یک نفر وجود داره که میتونه کار سئو انجام بده، یعنی میتونه این برداشت رو انجام بده، یعنی جملات رو به هم بریزه و از بین اینا برای خودش مفهوم پیدا کنه، کاری که همین الان هوش مصنوعی ها دارن انجام میدن. فرض کنید میلیون ها میلیون دیتا اینا قبلا خونده شده و آنالیز کردن و اینطوریه که دارن نتیجه گیری میکنن. مثلا یک خط من نوشته شده که فلانی در فلان شهر داره فلان کار انجام میده، میاد خودش نتیجه گیری میکنه برای خودش. این تا اینجا. حالا این ارتباطا برمیگرده به همون سمنتیکی که گفتم. مثلا شما هرچی از انتیتی های دقیق تر استفاده کنید راحت تر میفهمه این متن چیه. مثلا همین مثال قهوه تلخه اگه من توی متنم بنویسم خب قهوه تلخ این بوده و این بوده و برم جلو، میتونه دوچار دوشکی بشه که واقعا نفهمه آیا این داره سریالشون میگه یا میخواد دستور پخت بهم بگه، مثلا این رسیپیه یا یه سریاله. دو به شک میشه. این دو به شک بودنه میتونه بد باشه. کجا؟ جایی که یک متخصص سامیاد کلی زحمت میکشه، تایتل میده، نویسنده باز زحمت میکشه متنشو مینویسه، ولی آخر سر میبینی اون نتیجه، اون خروجی دلخواه نمیده. چرا؟ چون میبینی حالا توی داستانایی که باز پس زمینه برای سئو اتفاق میفته و باز اینجا باز نمیکنم، میبینی که این متن و این عنوانی که نوشته شده به صورت کلی در دسته‌بندی هایی قرار میگیره که با اون سرچی که ما میخوایم بالا نمیاد. پس اینجا بهینه ترین کار اینه که از این استفاده کنیم. حالا چطور استفاده کنیم جلوتر بهتون میگم که چطور توی محتواهامون بتونیم رعایتش کنیم. این همون مثالی بود که زدم. این خود من یکم کوچیک کنم.
حالم خوبه. این همون مثالی بود که براتون زدم. این خود NLP گوگل که یه سمپله، وقتی یه متن بهش میدی میاد انتیتیاشو اینطوری برات استقرار میکنه. این اسم اون شخصه، اولاف، میگه این پرسنه. این باز اسمه، میگه این همون شخصه. این یه شهر تو آلمان، میگه این لوکیشنه. خود SEO رو حالا اینجا باز نکرده، این میگه آذری چیز دیگر، و اینم باز اسم یه شخصه. اینجا این سنتیمنت حتی میتونه، حتی NLP انقدر قدرتمنده که میتونه حس یک محتوا رو درک کنه. آیا داره با جنبه فان حرف میزنه؟ آیا داره با جنبه منفی و نقد کردن حرف میزنه؟ داره تجربه شخصیشو میگه؟ نه، داره یه نفر رو میکوبه؟ یعنی قشنگ احساسات اینجا میتونه قابل درک بشه. یک مثال متنیشو حالا بریم با هم دیگه بررسی کنیم. ببینید این متنیه که خیلی ساده خب نوشتیم و من میخونم براتون. تکنولوژی باعث بهتر شدن سایت ها می شود. الگوریتم ها به سایت ها کمک می کنند تا بهتر شوند. کاربران وقتی که وارد سایت می شوند می توانند راحت‌تر از سایت استفاده کنند. داده های کاربران می تواند برای ارائه پیشنهادات استفاده شود. پردازش زبان طبیعی هم می تواند در بهینه‌سازی محتوا کمک کند. عنوان اونم اینه دیگه، اهمیت تکنولوژی در بهبود سایت. استفاده از کلمات کلیدی مناسب و رعایت انتیتی ها در متن به موتور جستجو کمک می‌کند تا محتوای سایت ها را بهتر بفهمند و رتبه بندی بهتری برای آنها ارائه دهند. این یه محتواییه که من به صورت نمونه نوشتم. حالا همینو چطور با استفاده از انتیتی ها یکم بهینه ترش کنیم؟ این اوکی یا این متن هیچ ایرادی نداره. اصلا اینو یه نویسنده نوشته به من تحویل داده. من نمیگم این متن بده، اوکی این نمونه است. اما چطور بهینه ترش کنی برای موتور جستجو و برای کسی که داره اینو میخونه؟ بیشتر کسی که اهمیت تکنولوژی در بهبود سایت رو داره سرچ میکنه، کسیه که دنبال نکات و دیتا میخواد. حالا اینو بخونیم. این من نمیگم توی متناتون از کلمات انگلیسی زیاد استفاده کنید اصلا. اینو من گذاشتم که گاهن میتونید مثلا فرض الان اگه من خودم باشم 5-6 تاشو حذف میکنم، یه 3-4 تاشو میذارم، ولی اینا رو من گذاشتم که یک، داری تخصصتو به هم گوگل و هم به کاربر نشون میدی و ببینید چقدر قشنگ داره از کلمات اینجا استفاده میکنه. اینو entity based نوشته شده. هوش مصنوعی نقش بسزایی در بهبود عملکرد وبسایت‌ها ایفا میکند با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ. وبسایت‌ها می‌توانند تجربه کاربری یا یوزر اکسپریانس بهتری را فراهم کنند. به عنوان مثال، تحلیل داده‌های کاربران و ارائه پیشنهادات شخصی سازی شده. مثلا اینو میتونید حذف کنید چون به کار نمیاد. تنها چند نمونه از کاربردهای هوش مصنوعی در این زمینه هست. همچنین استفاده از فناوری پردازش زبان طبیعی. ببینید چقدر درست از متن استفاده کرده. این همون NLP که بهتون گفتم. اومده اینش هم گفته Natural Language Processing میتواند به بهینه‌سازی محتوا کمک کند. به کارگیری کلمات کلیدی مناسب و رعایت. ببینید چقدر تفاوت بین این با این. یعنی قشنگ معلومه اینو یه متخصص نوشته که داره فقط دیتا میده. اینو قشنگ این حسو بهت میده. یه نفر داره فقط یه سری چیزا خونده و بهت میگه، مثل یه نقل قول. ولی این قشنگ داره علمشو مثلا به رخت میکشه. و حالا من دیگه باقیشو نمیخونم. حالا بریم جلوتر که چطور یکم محتوامون رو بهینه کنیم. من اینجا یه چیزی رو که به صورت کلی، یعنی من همیشه رو این پافشاری دارم، ولی خب نظر شخصیمه. هر سئوکار یا هر کارشناس محتوایی میتونه خب نظرش فرق کنه، ولی من همیشه میگم با AI شروع کنید، خودتون بنویسید و با AI بهینش کنید. یعنی اول کار و آخر کار با AI، ولی کلیت و وسط کار خودتون بنویسید و تمام. این تمام حرف منه. چرا؟ چون خروجی اولیه‌ای که ما برای شروع کاریم که بخوایم بگیم بسم الله یه متن رو بنویسیم، اگه از AI کمک بگیریم مسیرمون درسته، حالا متن رو می‌نویسیم و آخر سر همون متنی رو که نوشتیم با AI میتونیم یکم بهینه‌تر کنیم که هم واسه کاربر مناسب باشه، هم موتور جستجویی مثل گوگل راحت‌تر اینو بفهمه.
حالا تا اینجا باز اوکیه که من جلوتر برم. خب این تا اینجا انواع محتوا. من اینجا میخوام یه لحظه وی پی رو روشن کنم، برم رو چت جی پی تی خودم، کاریو که انجام دادم. مثلا دیشب من ساعت 3 اینا داشتم واسه همین چیزی مثال آماده میکردم. اگه اوکی بشه رو همون مثاله میخوام واسهتون توضیح بدم که کلا چطور با چت جی پی تی کار بشه. اوکیه. ببینیم حالا وی پی مون بس بشه انشالله. بس شد. اینجا یکم عملی در کار با ای آی باهاتون حرف میزنم، بعدش میریم آخر سر در مورد انواع سایت ها، یه سری چیزایی که خودم به تجربه به دست آوردم و بهتون میگم. اینم بگیم که ما آدمیم به خدا. خیلی یه مثال مثلا ساده بخوام بزنم. خب حالا چطوری ما این انتیتی هایی که مثال زدیم رو این اول کار چطور توی متن‌ها بفهمیم که آقا مثلا من یک پاراگراف دارم، این شخص آدمه، یه مفهوم انتزاعی، مکان چیه؟ بالاخره ما هم که همه چیز رو نمیدونیم. یعنی خیلی مثال بزنم، الان من یه چیزی اتفاقا دیشب به ذهنم رسیده بود، داشتم سرچ میکردم، یه داستانی بود یه تایمی ترند شد توی اینستاگرام که واقعیه یا کیکه. ببین این چیز تا مثلا 1 سال پیش توی هیچ دیتایی توی دنیا وجود نداشت، ولی چون در موردش صحبت شده کم کم داره به یک مفهوم انتزاعی تبدیل میشه. بالاخره سرچ شده در موردش، یه چیز جدیده ولی شاید مثلا یکی اصلا نشنیده باشه. شما چطور میخوای بفهمی این کیک یا واقعیه چه مفهومیه؟ اینجور جاها اگر تبدیل، حالا من مثال زدم، خیلی مفاهیم هستن که ما در جریانش نیستیم ولی به یک مفهوم تبدیل شده. یه چیز خیلی جالب بهتون بگم، مثلا الان برای خالی، برای اصلا یک مفهوم انتزاعیه. برای یعنی آهنگ، برای اونی که چیز نوشت خوند شروین، یعنی تو برای بنویسی این برای شروینه خودش به یک انتیتی تبدیل شده. شاید یه سری بگن خب برای شروین چیه، ولی این به مرور این هم مثلا تا 2 سال قبل اصلا برای معنی نداشت، ولی برای به یک آهنگ تبدیل شده، چیزی که الان یک مفهومه. خب حالا میخوام بهتون بگم چطور شما بفهمید که کوش پروژکت اینه، چطور بفهمید که توی یک متنی چه انتیتی های به کار رفته. ابزارهای خیلی متنوعی داریم، خود گوگل داره اما محدوده و حالا من توصیه نمی‌کنم استفاده کنید. بهترینش همون چت جی پی تی، یعنی واقعا خیلی خوب آنالیز میکنه و خروجی رو بهتون میده. من مثلا اینجا اومدم متن یکی از رقبا رو آوردم، کپی کردم، بهش گفتم آقا این چیزی که بهش گفتم لطفاً که اینو اینجا بهش گفتم اولش، بهت یک متن میدم، انتیتی یا همان موجودیت های این متن رو برام در یک جدول لیست کن و نوع انتیتی رو برام جلوش بنویس. گفت اوکی، متن رو بهم بده. متن رو بهش دادم، اومده برام لیست کرده. میگه توی این متنی که تو به من دادی این چیزا اشاره شده. دبی یه مکانه، کلان شهرهای دنیا مکانه، اقتصاد، مفهوم، تجارت، صنعت، دونه به دونه داره اینا رو بهم میگه. یه جا اسم نیووی آورده شده، خب شاید شما ندونید ولی اینجا بهت میگه که نیووی یه سازمانه، یه شرکته، میتونی بهش اشاره کنی، اگه رقیبت بهش اشاره نکن. خب مثلا پایینتر زمانه، میگه توی این متن‌ها در مورد سالهای 2021 و 2022 خیلی حرف زده شده، احتمالاً توی این تایم در مورد یه چیزی، یه رویدادی رخ داده. خب حالا تاپیکی که من بهش دادم در مورد خرید ملک در دبیه. دوباره اینجا یه بار دیگه اسم سازمان آورده شده. ببینید مقدار داریم. مقدار یعنی چی؟ میگه که توی این متن‌ها یه سری مقدار آورده شده مثل 93 میلیارد. به صورت کلی هر جا مقدار آورده شد اینا رو کاری بهش نداشته باشید. به کارفرما بگید آقا اگه قراره توی متن مقدار آورده بشه خودت به اون بگو آقا قیمت اینه، عدد اینه، که اینا رو
چون دیگه شما چه میدونید چه قیمتیه. خب حالا این چیزی که من دارم اکثرا مفهوم مکانه و زمانه. اینا رو به من میده. به چه کاری میاد؟ ببینید شما تو هر حوزه‌ای که میرید، مثال میزنم، شما الان توی حوزه ملک در دبی میخواید کار کنید، 1-2 ماه که کار کنید تمام انتیتی‌ها دستتون میاد. یعنی به صورت کلی کسی که توی سایت خرید ملک در دبی کار کنه، در مورد سرمایه گذاری و بازارهای مالی و یعنی چیزای اقتصادی و انواع خونه و این انتیتی ها، یعنی دید بهش میده که به چه چیزهایی اشاره کنه، یعنی به بیراهه نره. خب حالا بعدش اومدم من یه کار دیگه هم که انجام میدم و میتونه خیلی مفید باشه، یه ابزار بهتون معرفی میکنم، همون فارسی هم بنویسید میاره، فارسی یار. حالا فعلا روی نسخه دموه. خب این ابزار استخراج کلمات کلیدی متن. خب این استخراج کلمات کلیدی متن، شما یه مثلا چند پاراگراف بهش متن بدید، فکر کنم تا نزدیک 1000 تا هم ساپورت کرد، من تست کردم، بهش میدید، ولی اینو بندازید روی TF-IDF. TF-IDF یکی از چیزایی که گوگل برای آنالیز ازش استفاده میکنه. وقتی این کارو بکنید یه سری خروجی بهتون میده که اینا انتیتی نیست، اینا کیورده. پس شما با چت جی پی تی انتیتی ها رو به دست میارید، با این ابزار کیورد ها رو. حالا میایید یه پرامپت دیگه بهش میدید، میگید فلان تو که خودت زحمت کشیدی انتیتی ها رو استخراج کردی، این کیوردارم من استخراج کردم که رقبا خیلی دارن استفاده میکنن، مطابق با این یک بریف بهم بده. حالا ببین من چی نوشتم که مطابق با انتیتی های بالا و کیورد های زیر که متناسب با TF-IDF استخراج شده، بهم یک بریف محتوا برای خرید ملک در دبی بده. ببینید کلا کسی که دنبال تولید محتوا با هوش مصنوعی باشه، من خودم اوکی نیستم، من یه جور دیگه دارم کار میکنم به این شکلی که دارم بهتون میگم. خب بهش گفتم در مورد این بهم متن تایتلم بهش گفتم که باز به بیراهه نره، چون ببینید دیتا انقدر زیاده که اگه کلا هر کاری که میکنید دقیق نگید به بیراهه میرید. واسه همینه که اکثر محتوایی که نوشته میشه شما مثلا انقدر زحمت میکشید ولی تهش میبینید مثلا کارفرما یا مثلا یه متخصص او که نگاهش دقیق تره، یا میبینیم یا چرا این چیه نوشتی، به این چیز اشاره نکردی یا به این چیز زیاد اشاره کردی. اینجا من برای اینکه ذهنش به بیراهه نره گفتم آقا این کیوردایی که بهت دادم و این انتیتی های بالا رو برای خرید ملک بهت دادم، به بیراهه نری و به هم بریف بده، نه محتوا. بریف چیه؟ بریف چیزیه که من به نویسنده میدم. حالا به هم گفته اوکی چیزایی که تو میخوای بهش اشاره کنیم، چرا سرمایه گذاری کنیم، شرایط خرید ملک، قیمت و مناطق، مزایای سرمایه گذاری، مدارک و مراحل و نتیجه گیری، و توی اینا یه سری کیوردهای خیلی قشنگم استفاده کرده که من به عنوان سامپل میتونم بدم به نویسنده. حالا کار من تا اینجا مثلا به عنوان متخصص اوکیه. این کاری که من کردم و شما میتونید خودتون به عنوان یک نویسنده انجام بدید. خیلی ازتون زمان نمیبره چون من دارم توضیح میدم طولانیه، وگرنه کلش رو تو 2 دقیقه انجام میدید. خب مخصوصا اگر چت جی پی تی پرو رو بخرید، این که من الان دارم خودم تموم شده و رایگانه، درسته نسخه 4، ولی نسخه 4 پولیش رو بگیرید خیلی سرعتش و دیتایی که میده اوکیه. به نظرم هر کسایی که تولید محتوا میکنن باید این هزینه رو انجام بدن. از اون ور میتونید یه ذره قیمت رو افزایش بدید برای کارفرمای، منطقیه که شما یه چیز بهتر بدید ولی خب پولم بگیرید. حالا من مثال اینجا متنش رو از قبل آماده داشتم، یه چیزی این چیزیه که نویسنده برام نوشته بود و فرستاده بود. اومدم گفتم که حالا من رفتم و خودم یک محتوای جامع و خوب نوشتم، اگر متن رو بهت بدم مطابق با رعایت اصول NLP و انتیتی ها یا همه موجودیت ها برای من ادیت میکنی؟ گفت داره بفرست، بر اساس این اصولی که گفتی من یه ویرایش میزنم برات. ببین متن همونه، من خودم نوشتم، یه آدمه، فقط بهش گفتم اینو یکم بهینه تر کن واسم، انتیتی بیس. همون مثالی که اینجا براتون زدم، ببینید کجا بود مثالمون، این دوتا متن یک مفهومن، فقط این اومده تخصصی تر و با استفاده از انتیتی ها و سمنتیک نوشتهش، وگرنه یک مفهوم میرسه، هر دوش در مورد اهمیت تکنولوژی داره حرف میزنه. حالا
اینو بهش دادم، گفتم آقا یه خروجی بهم بده، همونه. یک ذره حتی خلاصه ترش کرده. من هر دوشو که میخوندم واقعا بهینه ترش کرده، یعنی جاهایی که این مثلا چرت و پرت گفته شده قشنگ همشو حذف کرده، خیلی خلاصه طور، خیلی اوکی. حالا درسته شما چون بر اساس تعداد کیورد پول میگیرید بهتره که خب متن زیاد باشه، ولی حالا من آخر سر یه اسلاید گذاشتم به عنوان توصیه‌های برادرانه، اونجا باز در مورد اینا حرف میزنم. آخر سر یه خروجی رو بهتون میده، این خروجی رو اگه خودتون تو اون حوزه متخصص شده باشید یه دوره دیگه چک کنید و دیگه تمام بفرستید که بره. حالا من خودم به عنوان متخصص همیشه دو کار انجام میدم، یا به تیم فروش یا کارفرمایی که بلد کار باشه، اینا دیگه میره تو فاز سئو، میگم یه دور بخون که کم و زیادش کنیم اون چیز نهایی بشه که میخوایم. ولی شما به عنوان نویسنده خیلی گل کاشتید تا اینجا اگه این کار رو انجام داده باشید، یعنی اصول سئو، اصول یک موتور جستجو، یعنی همه چیز رو دارید رعایت میکنید و خودتونم خالق بودید، یعنی خلق کردید محتوا رو، فقط اومدید برای شروع ازش مسیر گرفتید، برای خروجی باز ازش کمک گرفتید. این تا اینجا. برم روی اسلایدا. خب این تا اینجا بیام اینجا ببینم نظرتون چه، یعنی با کلیت کار میخوام ذهنیت باشه. آقا میشه یه بار دیگه از اول ماه انجام بده به محتوای میتونید میکنید 0 تا 100 به چه شکلی هم اینو من دیگه ببین ساعت چنده، فکر کنم اینو ساعت من حیف که ساعت نمیده. اینو من دیشب ساعت 4 و 5 نشستم که تست کنم اینجا دقیق واسهتون مثال بزنم. حالا یکم از تایم خارج میشه، اگه آخر جلسه اوکی بود چشم من میشینم یه مثال میزنم واسهتون دقیق، چون من اینو متن نوشته شده و ایناشو داشتم اومدم قشنگ مثال زدم براتون. پیام دیگه اومد که ابزار چه میشه بهتون میگی نه اینا اصلا خانم هاشم این که مثلا بیای بگی یه ابزار میاد چک میکنه که تو آیا باهوش، من بارها توی حرفام گفتم یه شروعتون با AI خودتون مینویسید، خروجیتون با AI و تهش دوباره اگر یک سایت واقعا سایت باشه تیم فروش و کارفرما و متخصص سئو دوباره یه دستی به این میکشه و بعد میذاره. اگر من بیام کپی پیست کنم بذارم توی سایت، خب این اصولا اصلا کار یک سایت حرفه‌ای نیست. سایتی که داره هزینه میکنه، وقت میذاره، تیم داره، مطمئن باشید همه اینا چک میشه. اصلا ما توی یکی از سایتامون حالا خواستید من اصلا کلیکا بهش رو باز میکنم واسهتون، یه ستون تسک داریم که فقط متخصص سئو در هفته میشینه یه دور محتواهایی که پابلش شده رو دوباره چک میکنه که آیا ایراد داره یا ایراد نداره. ولی اینکه ابزار بیاد چک کنه آیا هوش مصنوعی نه، اصلا اونا رو پیشو نگیرید. ببینید محتوایی اصلا خودتون قضاوت کنید این دوتا مثالی که من زدم کدومش بهتر بود. اگه اینو بهتر میدونید اوکیه بذاریدش، ولی اگه میخواید انتیتی بیس کلا جلو برید اینو بذارید. این بیشک برای کاربری که اومده در مورد تکنولوژی بخونه 4 تا اصطلاح انگلیسی، 4 تا مثلا فناوری پردازش زبان طبیعی و بالا چطور استفاده کرده، مثلا کجا گفته، یعنی اصلا ساختاری که این داره با مثلا قابل مقایسه نیست. من اینجا مثالی که زدم من خودم بهش متن دادم، خروجیش هم یکم کوتاه‌تر کرده ولی خیلی اوکی نوشته. حالا اینو دوباره شما میتونید یه ادیت نهایی بزنید و بعد بفرستید برای اون تیمی که میخواید. بیام اینجا دیگه سوال چی بود؟ این کانتری که شما گفتین عالیه بهش نمیشه بود. آره اصلا نمیشه. هوش مصنوعی چی؟ فقط زمانی ببین اشتباهه که تو بیای بگی سلام هوش مصنوعی میخوام در مورد خرید ملک در دبی یه متن بهم بدی، اونم بنده خدا میره تمام وب میگرده مطابق با این چیزی بهتون میگه. این تمام فرآیندی که من گفتم ورودی و خروجیش فقط بهتون کمک میکنه، تهش خودتون مینویسید. حالا شما چطور مینویسید اینش یکم تخصصی میشه. شما نویسنده محتوایت خیلی بهتر از من میدونید، قطعا شما روزانه مشغولید، شاید ویدیو ببینید، سایت‌های فارسی و انگلیسی رو مطالعه کنید. باز یه سری نکات هست که آخر سر بهتون میگم. از کارفرما یه سری جاها نکته میگیرید و بیشک
آره واقعا بستگی داره به این که چی میخواید از هوش مصنوعی. یاسر جان چقدر شد تایم؟ ببینم چقدر تایم است که من ادامهش رو بگم. ساعت 18:50 است، 55 دقیقه است. خب 1 ساعت و 10 دقیقه مونده هنوز. خب من یک چیزی هم اینجا اضافه بکنم راجع به این جان موضوع. پوریا جان اگه لطفا مثال تو باز بکنی خیلی خوبتر میشه. مثال در مورد همون مثالی کدوم که متن؟ زده بودی، دوتا متن رو با هم مقایسه کردی. اینی که توی اسلایدا گذاشته بودم. بله بله. ببین یه سری از حوزه ها که تو اگر مخاطب تو بشناسی و بدونی واقعا بیشیله پیله باید حرف زده بشه اوکیه. اما ببین جایی که طرف در مورد اهمیت تکنولوژی و بهبود سایت میخواد بخونه، بیشک دیتای بهتری نیاز داره. دیتای بهتر چطوره؟ ببینید اینجا چه یک کاربر چه موتور جستجو تمام اینا رو خیلی راحت میتونه پردازش کنه. از هوش مصنوعی گفته، اومده پایینتر در مورد الگوریتم‌ها و ماشین لرنینگ دوباره صحبت کرده، تجربه کاربری رو گفته، گفته که اینا چند نمونه از کاربردهاشه. دوباره اومده فناوری پردازش زبان طبیعی NLP رو باز کرده، انتیتی ها رو در موردش حرف زده، موتور جستجو رو گفته، جذب ترافیک و بهبود نرخ تبدیل رو گفته. ولی تو این متن بالا انگار یه نفر داره، یعنی خودتون که نگاش میکنید، ببین من گفتم مثلا نیازی نیست تمام کیبورد انگلیسی ها باشه. این NLP بیس شده، شما میتونی کیبوردهای انگلیسیش رو کلا حذف کنی بعد بذاریش. ولی اینجا داره از کلمات اصولیش استفاده میکنه. شاید یه جا به جای مثلا فناوری پردازش زبان طبیعی این الان یک انتیتیه، اگه مثلا فناوریشو نگی احتمال داره که پردازش زبان طبیعیشو یه طور دیگه برداشت کنه. میدونین چی میگم؟ این که میاد یه ادیت ساده میزنه ولی انتیتی ها رو درست بهت میده، این باعث مثلا ببین اینجا خود نرخ تبدیل، بهبود نرخ تبدیل خودش یک مفهوم انتزاعیه. خب اینو وقتی اومده اصولی در موردش حرف زده، هم یک کاربر و هم موتور جستجو میتونه راحت تر متوجه بشه. بعد یه چیزی هم بهتون بگم، ما الان فقط بحثمون انتیتی نیست، سمنتیکه. ببین اینجا وقتی انتیتی ها راحت تر براش نمایانه، راحت‌تر هم ارتباطش رو میفهمه. میگه آقا این هوش مصنوعیه، این پردازش زبان طبیعیه، این بهبود نرخ تبدیل، 3 تا چیز خیلی مهمه. خلاصش میشه چی؟ که داره در مورد بهبود سایت صحبت میکنه. خیلی راحت‌تر درکش میکنه تا مثلا خب این اینا میفهمه، اون راحت‌تره، بس بین خوب و خوبتره. اینطوری. عالی، دستت در نکنه. من یه چیزم اضافه بکنم تو اینجا. جان اولین مورد اینه، یه محتوا داریم، جلسات قبلی هم اشاره کردیم، یکیش AI Generate Content، دومیش AI Powered Content. آفرین یک قدرت میگه. محتوا از صفر تولید میشه، یعنی میدی پوریا جان خیلی خوب توضیح دادن که از صفر میدیم مینویسی سلام آقا راجع به مثلا مدیریت کسب پای محتوایی اصلا بنویس، راجع به خرید ملک توی دبی یه محتوایی اصلا بنویس. خب این کاملا نوشته شده با هوش مصنوعی خواهد بود و نه به موتور جستجو نه به کاربراش هیچ کمکی نخواهد کرد. پس خوبش اینه که ما توی محتوا، یعنی یعنی ابتدای کار، یه بریفی ازش بگیریم و همچنین توی محتوا رو بنویسیم و توی انتهای کارم واسه بهینه سازیش از هوش مصنوعی کمک. به این میگن AI powered content، یعنی قدرت گرفته از AI. خب این مورد اول بود. مورد دوم، پوریا جان میای روی مثالت من اونجا توضیح بدم؟ آره حتما. خب بریم روی اسلاید دوم، اون یکی. خب روی این محتوا زوم بکنی خیلی عالی میشه. خب روی این محتوا مثلا کجا انگلیسی ها رو میتونستیم مصرف کنیم؟ یکیش هوش مصنوعیه چون کاملا میفهمه، نیازی به انگلیسیش آفرین. نیست. بعدش یادگیری ماشین خیلی خوبه که بمونه. بعدش تحلیل داده کاربران که انگلیسیش نوشته شده، اینم میتونست بمونه. 50-50 مونده به سلیقه اینو شخصی من خودتون. نمیخوام، چون خودم که مثلا یه متخصصم این به کارم نمیاد، چه برسه به یه کاربر عادی. دقیقا این بره. مورد شخصی سازی شده، پرسونالایز
recommendations. خب اینم recommendation. میتونه حذف بشه. روی پایینی فناوری پردازش زبان طبیعی 100% باید باشه، چون که میخواد کامل بفهمه این موضوع رو، چون که انتیتی های متفاوتی شاید توی گوگل باشه راجع به این موضوع. بعدش میایم پایینتر، کلمه کلیدی مناسب. اونجا میتونست کیورد نباشه، انتیتی باید حتما انگلیسیش باشه، چون که راجع به موضوعات دیگه هم یعنی موجودیتی وجود داره راجع به انتیتی ها. حتی سرچ بکنی یه سری چیزای متفاوت هم توی گوگل میاره راجع به انتیتی. خب بعدش بهتر رنکینگ میتونست نباشه، بعدش ترافیک بیشتر میتونست نباشه، حتی ولی بهبود نرخ بهبود تبدیل نرخ اونو بهبود به نرخ هم نظرم 50-50. حالا آره باشه بهتره. میتونست باشه یا کانورژن نباشه. ریت. خب در کل من میخواستم اینو ثابت بکنم که استفاده، ببین شورش رو در هیچ متنی نباید در بیاریم، استفاده بکنیم، اسپم نکنیم هیچ وقت، مثل کیورد استافینگ. خب وقتی شما میایین متن رو یه کلمه کلیدی و چندی ما رو توی متن استفاده میکنین، این جریانش دقیقا همینطوریه. وقتی این کلمات انگلیسی رو استفاده میکنین، اسپمش نکنین، سعی بکنین که خیلی به دید کاربر، از لحاظ تجربه کاربر اذیت نکنه این کاربر رو. خب من صحبتم تموم شد، شما میتونید. خیلی خیلی نکتت خوب بود. ببین دقیق الان کاری که تو گفتی تمام صحبت منم همینه که ازش کمک بگیرید، خروجیش با شماست. یعنی اینجا ببین اون وظیفشه، من بهش گفتم دستور بهش دادم، پرام یعنی بهش دستور دادم که تو بیا انتیتی ها رو برام استخراج کن. اونم اومده بنده خدا از این کیبوردها استفاده میکنه. اما اینکه من بیام ببینم کدوماش به کار نمیاد، این دوباره داری تو هیومن، یعنی از بعد انسانی بهش نگاه میکنی و داری به صورت انسانی دوباره چک میکنی. اونایی که به نظر تو برای این حوزه لازم نیست تو حذف میکنی. همونایی که الان یاسر اومد گفت آقا اینا به نظر مثلا نیاز نیست، بود و نبودش چه فرقی میکنه، همون نباشه بهتره، متن خلاصه تر میشه، جمع و جورتر میشه. این یعنی چی؟ یعنی این که آره ضبط میشه فکر کنم خانم ارشد. این دقیقا این چی؟ یعنی تو اومدی و خودت دوباره چک میکنی چه ابزاری میتونه بیاد به تو ایراد بگیره. اینکه شما گفتید شاید مثلا ابزارا بیان ایراد، اصلا دنبال اونجور چیزا نباشی. من برم ادامه ضبطو، ادامه من یه صحبت نکته رو بگم ادامه بدیم. جانم. خب آره شما میتونستیم توی توی متن، این متنی که هست، میتونستیم توی متن یک تجربی از خودتونم، یعنی لابلای این پاراگراف استفاده بکنین. این واسه هلپفول هم یعنی بینه تر بشه. اینجاست که مهارت شما مشخص میشه. هم از هوش مصنوعی استفاده میکنین، قدرت میگیرین ازش، بینه تر میکنین محتوا رو بر اساس انتیتی ها از لحاظ سمنتیکی. همین که تجربه شخصی خودتون رو بیان میکنین تا این محتوا، یعنی توی وب نیست، فقط شما نوشتین، کاملا یونیک هست. خب ادامه بدیم. آره یه لینکی گذاشتم بالا در مورد تجربه دست اول. یکم سایت انگلیسی سنگین توضیح داده ولی به شدت جالب توضیح داده که چطوری کاری کنی که محتوات تجربه دست اول به نظر برسه. حالا لینکش بالا هست که تو کامنت ها گذاشتم، اونو کسی علاقه من بود بره بخونه، ولی باز بیشتر سمت متخصصای سئو تا نویسنده محتوا. ولی بیام اینجا، حالا میخوام این به صورت کلی، یعنی تا اینجا من سعی کردم اول یه سری دید بهتون بدم انتیتی چیه، سمنتیک چیه، چطور تا حدی توی محتواهاتون رعایتش کنید و از اینجا به بعد هم دیگه من حالا خیلی عملی کاری ندارم، فقط باز میخوام یه سری ذهنیت بدم بهتون و مطابق با تجربه‌ای که مثلا کسب کردم میخوام باهاتون حرف بزنم. ببینیم انواع محتوا در انواع سایت ها. ببین خود محتوا خیلی متنوع و سایت ها هم باز خودشون خیلی متنوعن. سایت فروشگاهی رو داریم که فروشگاهی ها به 1000 دسته تقسیم میشن، سایت های خبری، سایت های خدماتی و باز هر کدوم هزاران زیر مجموعه دارن. اما مثلا من خیلی به صورت کلی بخوام در موردش حرف بزنم، سایت های فروشگاهی. ببینید مثلا من برای نمونه یک سایت فروشگاهی رو باز میکنم و نظرمو میگم که شما چطور محتوا بنویسید بهتره. به صورت کلی شما توی سایت های فروشگاهی چند نوع محتوا می نویسید. یکیش برای صفحات دسته‌بندیه، یکیش برای محصولات و یکیش برای بلاگشونه. تقریبا میشه گفت از این سه حالت خیلی خارج نیست.
به صورت کلی. مثلا من اول متن دسته‌بندی ها رو میگم، چون اینجا میخوام یه ذهنیتی بهتون بدم که اینم در نظر بگیرید. تایتلی که به شما داده میشه اگه خودشون نمیگن بهتون برای چی، حتما بپرسید تویی که میخوای در مورد توال فرنگی چینی متن بنویسی، برای مقالش میخوای دسته‌بندی یا چیه؟ چون باید متناسب با اون بهینه سازی کنید. میدونید چی میگم؟ باید از انتیتی هایی استفاده بشه که به این صفحه کمک کنه، نه این صفحه رو ببره توی فاز دیگه ای. من بهتون گفتم سمنتیک میاد ارتباط رو میفهمه که ببینه این صفحه چیه، اگه بیاد متناسب با این ارتباط این متن درک کنه که آقا این یه مقاله است، خب من دارم ضرر میکنم. ولی بفهمه نه این یه صفحه‌ایه که داره یه چیزی میفروشه و یه صفحه لیستینگ، حالا این چون تازه زدیم چیزاش جدید محصولاتش کمه، ولی جانم ایدیتی برای خرید قیمت فروش به صورت کلی اون ستا خیلی خرید فروش قیمت توی اینا اوکیه. ولی ببین مثلا من به صورت سمپل میخوام اینو بهتون، بخش خانایی هم خیلی مهمه. اینجا ما اومدیم چیکار کردیم؟ خیلی کوتاه توی یه خط توال فرنگی رو معرفی کردیم، چینی رو، و اومدیم انواعش رو گفتیم. انواعش چیه؟ اینجا داریم میفهمونیم که این صفحه داره دیتا در مورد این چیز میده که واسه کسی که بخواد بخره. انواعش چیه؟ شیر سرد و گرم داره، در 4 رنگ ما داریم برای فروش، درجه 1 و 2 هم داریم و خیلی کوتاه. دوباره اومدیم سریاشو گفتیم آقا ما در سریهای مختلف به فروش میرسونیم، مونوبلاگشو داریم، والنگشو داریم، اگه والنگو میخوای بیا برو اینجا بخر توی این دسته بندیمون. خیلی کوتاه. دوباره اومدیم پایین گفتیم پرفروش تریناش چیه. ببین این خودش خیلی کمک کننده است به این صفحه. پرفروش تریناش چیه؟ خیلی ساده گفتیم آقا این و این و این پرفروش ترین، اگه میخوای اینو بدونی برو تو صفحهش اینو بخر. مزایایی که داره خیلی ساده نسبت به رقیبش. گارانتی، این مثلا ببین اینجا گارانتی و خدمات پس از فروش یک انتیتی توی سایت‌های فروشگاهی که خیلی برای کاربر میتونه مفید باشه. بعدش قیمته. ببینید اینجا یه پرانتز باز کنم، تو رو خدا جایی که در مورد قیمت حرف میزنید نگید بستگی داره. ببین حتی اگر شده بازدهی بگید، یعنی من مجابشون کردم، اگه بازدهی هم بوده به صورت کلی در بازه قیمتی 4 تا 7 میلیونه، یعنی بفهمه که الان من که 10 میلیون تو جیبمه یا 2 میلیون میتونم بخرم یا نمیتونم. 2 میلیون دارم وقتی در بازه 4 تا هفته نمیتونم بخرم، پس فعلا خداحافظ تا پولم جور میشه. خب چطور هم این کارو انجام میدم؟ من به نویسنده ها گفتم بیا سورت کن بر اساس ارزان ترین و گران ترین، ببین ارزونش چقدر گرونش چقدر، بنویس آقا بین 4 تا 7 میلیون ما داریم. تهش اومدم گفتم آقا آنلاین میخوای بخری، در خدمت تیم حضوری هم میخوای بخری، این و خداحافظ شما خداحافظ ما. دیگه نیومدم بگم آقا توالت فرهنگی چینی از کجا اومده، پیشینش چیه، جنسش چیه. چیزی که توی این مهمه از انتیتی هایی استفاده کنید که این صفحه رو یک صفحه تجاری بهش کمک کنه که گوگل اینو بفهمه و نیاز کاربرم پوشش بدید. یعنی همین. این تا اینجا. بعدش مثلا یک محصول، نوشتن محتواهای 2 محصولم. من خیلی الان سایت های مختلف رو باز میکنم، خیلی کوتاه نکته میگم، بعد آخر سر سوال و جواب میپرسیم. فکر نکنم شما خیلی برای محصولات متن بنویسید، چون اکثرا سایت ها میدن یه نفر دیتا انتری میکنه و کلا دیگه خودش هم مینویسه. ولی اگر احیانا بهتون گفتم برای محصولات هم بنویسید، 2 نکته رو رعایت کنید. مشخصات به صورت کلی همونه، یعنی مشخصات هر محصول همونه، خیلی روش حساس نباشید و اونو فقط در ساده ترین روش ممکن ارائه بدید که کاربر و گوگل خیلی راحت بفهمن که مشخصاتش چیه و خانایی داشته باشه. در مورد خانایی هم یکم حرف میزنم باهاتون و خیلی راحت توی یه دید بفهمید مشخصات چیه، یا به کارش میاد یا به کارش نمیاد. و توی متن‌ها اگر نیاز بود و بهتون پروژه دادم برای نوشتن، همون یه جورایی تجربه شخصیه. حالا اگه میبینید که خودتون نمیتونید، به کارفرما بگید آقا در مورد این توالت فرنگیه یه وایس برام بگیر، تویی که روزی داری 10 تا میفروشی یه وایس برام بگیر که من بتونم متناسب با این تجربه رو از این بگم آقا برای
خانوارهایی که مثلا 4 نفرن به کار میاد. اینجور نکاتی که میندازی تو متن داری از تجربه های خیلی خوب استفاده میکنی. برای خانواده 4 نفره به کار میاد. خود مثلا میگم توالت باید حداقل 5 متر باشه، مثلا میگم که تو بتونی نصبش کنی. و این نکاتی رو که مثلا کارفرما بهت میگه یا پیدا میکنی و استفاده میکنی باعث میشه که نشون بده یک نفر در مورد این محصول تجربه داره. این نباشه که فقط بگی آقا توالت اینه بله فله. اینو همه میدونن توالت چیه. به کار چه کسی میاد، توی چه خونه باشه، خانواده چند نفر باشم، برای عمومی ها میشه یا نه فقط برای مسکونیه، اینا رو بگی دیگه مثلا اوکیه. حالا یه چیزی هم که میمونه بحث وبلاگ توی سایت های فروشگاهی. توی سایت های فروشگاهی که بهتون متن میدن، اون چیزایی که بهتون گفتم رو برای دسته‌بندی ها رعایت کنید، مکمل هاشو برای این استفاده کنید. یعنی اونجا دارید آنچه که تجاریه رو میگید، اینجا آنچه که اطلاعاتیه رو بگید. مثلا در مورد همون توالت فرنگی چینیه، هر آنچه که میاد رو فاز دیتا دادن، این که جنسش چطوریه، کی درستش کرده، خواستگاهش کجا بوده، اولین بار کی درست کرده، تمام این نکاتی که میره تو فاز اطلاعاتی و بهتون میگن که بنویسید در موردش، اینجا بنویسید. توی سایت های فروشگاهی یه چیزی هم که به شدت مهمه، مقاله های بهترینه. بهتون میگن آقا بهترین اجاق گاز ایرانی، در موردش برامون بنویس. ببینید گوگل روی بهترین ها به شدت حساسه، چون داری در مورد چیزی نظر میدی که کاربر اول میاد بهترین اجاق گاز رو سرچ میکنه، بعد تهش میخواد ببینه که بخره یا نخره. خب این جور محتواها رو قطعاً باید با کمک کارفرما بنویسید. یعنی قشنگ دهنش رو سرویس کنید، انقدر ازش سوال بپرسید چیا رو معرفی کنم، چیا خوبه، چرا خوبه. اگر بهتون دیتا نداد بعداً بهش بگید توقع محتوای خوب ازم نداشته باش. خب و ببین اینجا مثلا باید اون نیاز کاربر درک بشه. اینی که داره بهترین اجاق گاز رو سرچ میکنه، بهش دقیق باید صریح بگی که آقا برند اخوان برند خوبیه، این مدل ها شما بهترین میدونیم، قیمتاش اینه، برند فلان اینه. یعنی نه فقط بیای بگی که بهترین، والا بستگی داره به جنسش، بستگی داره به رنگش، هممون میدونیم بستگی داره. تو به عنوان یک متخصص میای و قشنگ نظراتو مینویسی. این به صورت کلی در مورد فروشگاهی. حالا میریم در مورد مابقی سایت ها و نظرمو میگم. ببینید سایت های خبری و مجله‌ای، مثلا پوریا جان، من اینجا چند تا نکته اضافه بکنم بریم جانم ادامه حتما. بحث. یکیش توی صفحه لیستینگتون، اون صفحه‌ای که پروداکت و به صورت لیست‌وار محصولات نمایش داده بشن، حالا به صفحه دسته‌بندی هم میگم بهش. خب توی صفحه‌ای که هست یه قسمت داشتیم، یه زیرعنوان داشتیم به عنوان انواع. خب انواع مثلا توالت فرنگی. توی این قسمت شما باید محصولات موجودتون رو اگه میخواین نام ببرید، مثلا با این جنس و این جنس شما باید نام ببرید. اصلا چیز اضافه‌ای نمیخواد تعریف بکنید. شما باید توصیفی از این صفحه بنویسید، نه اینکه الکی گفتیم انواع باشه پس ما هم بریم انواع بنویسیم. اصلا دو تا محصول داره اونجا، چیز خاصی هم وجود نداره. راجع به قاطعیت هم توی محتوا، من توی سایت های YMYL که با جیب و سلامتی مردم کار دارن یک پیشنهادی دارم واسهتون که تو جلسات قبلی هم گفتم، اینو تکرار میکنم. هیچ وقت از قاطعیت استفاده نکنید. همیشه پیشنهاد بدین به افراد. اگر هم میخواین پیشنهاد بدین، بیاین با دلیل و منطق پیشنهاد بدین. پوریا جان خیلی خوب اشاره کردن که بیاین دلیلش رو بگین که آقا بنا به این دلایل با این قیمت ها، خب اینا بهترینن توی بازار، مثلا اخوان با این مدلاش بهترین، اینم دلایلشه. اینطور نباشه که مثلا ما به دلخواهمون فقط بگیم که آقا این بهترینن توی ایران. بعدش مورد دیگه این هستش که اگر توی سایت های بقیه یعنی رقبامون یک محصول تکرار شده باشه،
توی بهتریناش به تب ما اون مورد رو استفاده بکنیم سوام بین‌تر میشه، چون گوگل اینو شناخته به عنوان چیزی که بهترین هست، یعنی چند تا سایت ازش اسم بردن. شما باید استفاده کنین تو این سطح تا صفحتون بین‌تر باشه نسبت به رقبا. پس از قاطعیت توی محتواتون استفاده نکنین، سعی کنین همیشه پیشنهاد بدین توی سایتایی که با جیب و سلامتی مردم کار دارن، و همچنین توی این محتوا هنگام که پیشنهاد میدین با دلیل و منطق باشه. دقیقاً. ببین یاسر جان، دقیقاً من توی اون NLP اینجا یه چیزی بهتون نشون دادم، گفتم آقا این اومده درک کرده، گفته که این 400,000 درهم مقداره. خب و من بیام مثلا توی سایتی که تایتل بزرگ اشتو زدم قیمت توال فرنگی چینی، توی متنش یه مقدار نذارم دیگه، مثلا چی رو رعایت کردم؟ تو حداقل باید مقدار به طرف، مثلا من اومده بودم اول دیدم بابا همه محتوا زده شده که بستگی داره به جنسش، بستگی داره سایزش چقدر باشه. خب منم میدونم بستگی داره، همش که یه قیمت نیست. حداقلش اینه توی کمترین حالت ممکن یه بازه بنویس، بگو آقا این دسته بندی که ما داریم از 4 میلیون داریم تا 7 میلیون و حالا خب بسته به چیزش یکم متغیره. حداقل یه مقدار بگو که این گوگل بنده خودم دلش خوش باشه، تویی که یه H2 گنده زدی قیمت فلان محصول، حداقل یه مقدار بیار، بگو آقا 4 تومن تا 7 تومن. اینه که به سمنتیک هم کمک میکنه، مقدار رو بفهمه، قیمت رو بفهمه و یه لول تو بهتر باشی از بقیه. وگرنه اگه همه چی بستگی داشته باشه که خود گوگل هم میدونه همه چی به همه چی بستگی داره. یا حالا مثلا من بعدش میرم سراغ سایت‌های خبری و مجله‌ای و به صورت خیلی کلی در موردش حرف بزنم. ببینید توی فکر نکنم هیچ کدومتون نویسنده سایت خبری بوده باشید. مجله‌ای چرا؟ کسی از شما نویسنده سایت خبری بوده که فقط خبر منتشر کنه؟ استاد سلام، خسته نباشید. سلام، من قربون شما. نویسنده سایت خبری نبودم، ولی با چندین پایگاه خبری و نویسنده هاشون دارم همزمان کار میکنم، یه مقداری مشکلاتشون رو میشناسم. دیدی که اونا چطور محتوا میذارن؟ یعنی دیگه اونجا اصلا و ابدا بحث کپی بودن و اینا اصلا معنی نداره. یعنی تو فقط در بهترین قالب بتونی ارائه بدی. اینطوریه یا اینطوری نیست؟ یعنی میخوام شما که تجربه دارید بیشتر ببینید سعی سایت خبری در پوشش خبری سریعتر، یعنی چون معمولا ما خبرمون از روابط عمومی یا کپی میکنیم، خود روابط عمومی میذاره تو سایتش و ما از رو سایتش برمیداریم. خیلی بخواد به ما لطف کنه قبل از اینکه خبر رو سایت خودش کار بکنه یه چند ساعت زودتر به ما میده که ما سریعتر از بقیه رسانه‌ها پوشش خبری داشته باشیم. ولی خب معمولا 90% 95% خبرهای ما کپی هست. آره دقیقاً. میخوام اینو بهتون بگم که سایت های مجله‌ای هم 90%شون باز خبری هن یه جورایی. حالا داریم سایت های خبری که مجله نیستن، ولی مجله‌ای ها همیشه یه بخششون خبریه. حالا مثلا من یه نمونه سایت باز میکنم که هر دوشو داره، یعنی هم مجله است هم خبریه. خب این مثلا اینجا یکی از بزرگترین دسته‌بندیاش اخبار فناوریه. حالا بررسی محصول و لیست قیمت و راهنمای خریداش محتواهای همیشه سبزه، یک مجله است و داره این محتوا رو پوشش میده. شما اگر بهتون پروژه خورد اینجور جاها بپرسید، یعنی بگید که آقا شما این لیستا رو که به من میدید آیا سایتتون خبریه یا مجله‌ایه و اگر اینه برای کدوم بخش میخواید محتوایی که شما میخواید بذارید توی دسته‌بندی‌های همیشه سبزتونه یا نه برای بخش اخباره. توی اخبار به نظر اصلا دنبال یونیک بودن و اینا نباشید. چیزی که توی اخبار مهمه اینه که توی کوتاه‌ترین زمان ممکن اون خبر رو منتشر کنی، جزء اولینا باشی و در تاپیک های ببین اینجا انتیتی ها از دل محتوا میان بیرون، بین تایتل ها خیلی مهم میشن. این که توی تاپیک ها بتونی خیلی این ارتباط ها رو برقرار کنی. مثلا میگم الان در مورد انتخابات خیلی خوب بیای پوشش بدی، جلیلیان چیکار کرد، پزشکیان چیکار کرد، یعنی بیای اینا دیگه میشن انتیتی، پزشکیان میشه انتیتی، جلیلی میشه انتیتی، الان ترندن. خب شما ذهنیتتون میره سمت این، دیگه تو دل خود محتوا خیلی دنبال اینجور چیزا نباشید.
اما بازم سایت های خبری این نکته رو در نظر بگیرید. اگر تایتلی بهتون دادن که رفت تو فاز محتوای همیشه ساز، دیگه دقیقاً تمام این مواردی که تا الان گفتیم رو براش رعایت کنید. یعنی انگار که باید بهترین محتوا رو بنویسید، چه آموزش باشه، چه راهنمای خرید باشه، یا هر چیزی که می نویسید. این داستان این دوتا رو از هم تفکیک کنید. بعدش میریم سراغ سایت های خدماتی. اینجا یه نمونه من باز میکنم براتون. مثلا ایران شیکو رو باز کنم. ببین این سایت مثلا پارتیشنش رو باز کنم. من وی پی ان رو خاموش کنم چون دیگه کاری با چت جی پی تی ندارم. خب تا این باز میشه من یه نکته‌ای بگم. آره توی حتما. محتوای بلاگ وقتی یه محتوایی می‌نویسین کاملا بلاگ محور هست، یعنی میخواین اینفورمیشنال باشه، اطلاعاتی راجع به یه چیزی ارائه بدین، میتونین چطور از اخبار استفاده بکنین. من یه ترفندی که واسه بچهای تیم خودم یعنی انجام میدم این هستش که گفتم بهشون میرن سایت‌های خبرگزاری کیوردشون رو سرچ میکنن، یه سری اخبار توی طول زمان راجع به اون موضوع منتشر شد، میتونیم بنویسیم مثلا توی سال مثلا 1402 11 تیر ماه مثلا این شخصه این مورد رو گفته، یعنی این کار رو انجام داده. وقتی یه محتوایی میدید اینفورمیشنال کاملا اطلاعاتی توضیح دادین، توی یه سری از جاها میتونید از آمار این سایت ها یا خبرهایی که توش منتشر شده هم استفاده بکنید. شما توی محتوا هم از اینفورمیشنال استفاده میکنین هم از محتوای یعنی خبری استفاده میکنین که محتواتون بهینه تر از سایر محتوا باشه. یه نکته هم که رضا گفته خیلی خوبه، میگه که محتوای خبری کپی اوکیه، فقط برای بهتر شدنش تیتر یا عنوان خیلی مهمه. دقیقاً یعنی برمیگرده به همون چیزی که گفتم، یه پله شما میایید بالاتر، یعنی دیدتون نسبت به بدنه محتوا نیست، نسبت به اون تایتل و موضوعی که پوشش میدید و بین اینا، بین تایتل ها اگر بتونید ارتباطات خوبی رو برقرار کنید، اینکه محتواتون هم بره تو دیسکاور خیلی چیز میشه، بهش کمک کننده میشه. حالا سایت های خدماتی رو مثال بزنم، ببینید به صورت کلی توی سایت های خدماتی الان مثلا خدمتی که این صفحه ارائه میده چیه؟ میاد مثلا برای اداره ها اندازه‌گیری میکنن، آقا پارتیشن شیشه اینه که نمیدونم دیدید یا نه، توی خب شرکت ها اکثرا هست، اندازه‌گیری میکنن و براشون طراحی میکنن و میبرن نصب میکنن. حالا اینجا چیزایی که خیلی بوله، ببین اولین سکشن، البته شما باید با ساختار محتوا و چینش صفحه هم در موردش مطالعه کنید. حتی اصلا یاسر میتونه یه نفر رو بیاره کلا در مورد اینکه چینش محتوا چطور باشه 1 ساعت براتون حرف بزنه. ببین اینجا ما اومدیم گفتیم که آقا اولین چیز که اصلا مهمتره چیه؟ نمونه کاره. کسی که میاد میخواد یه چیزی سفارش بده، اولین چیزی که براش مهمه نمونه کاره، چیزی که گوگل هم اصلا درک میکنه. تو وقتی یعنی دقیق همون ارتباط بین انتیتی هاست، تو میخوای یه چیزی رو سفارش بدی که بیان برات درست کنه، اولین چیزی که میخوای چیه؟ نمونه کاره. در مورد نمونه کار حرف زدی، عکساشو گذاشتی، بازم مهمترینش چیه؟ قیمتشه که ما اومدیم جدول گذاشتیم. آقا نمیتونی دقیق قیمت بدی، اوکی، انقدر ارز تا انقدر ارز میشه انقدر میلیون، تقدیر داره انقدر، دوجه داره انقدر. یعنی میخوام بگم که دقیق باید اشاره کنی به متنات. حالا این صفحه یکم رفته تو فاز اینفورمیشنال، ولی چیزایی بوده که از تیم فروش پرسیده شده آیا واقعا اینا رو دارن میپرسن. مثلا چه چیزی موثر بوده که این قیمت داره بالا پایین میشه، تقدیر داره و دوجه داره؟ چرا مثلا یه سریاش گرونه یه سریاش ارزونه؟ خیلی پرسیده میشه. کیا خیلی میخوان دنبال اینن که از تولیدی بخرن، چون این دو چیزا مثلا طرف یه شرکت داره 10 طبقه است، میخواست واسه تمام 10 طبقه بیاد این کارو انجام بده. چیزی که اینجا براش بول میشه اینه که از یه گروه تولیدی بخره. پس اینو پوشش میدیم، میگه آقا اگر واقعا اون سایت گروه تولیدی ان خودشون، میای در موردش حرف میزنی که آقا اینا شرکتن فلان بیساره، و آخر سرم کارهایی که انجام میدن در مورد تکچه داره هاش، دوجه داره هاش و ایناشو پوشش دادن و تمام. اولین سکشنی هم که قرار داده شده چیه؟ شماره تماسه و مشاهده این نمونه کار و دریافت کاتالوگ.
اینطوری تو داری کمک میکنی. به قول من این مثال بود که زدم، خیلی چیزای خدماتی دیگه. طرف مثلا میخواد در مورد زنگ بزنه، یه نفر بیاد یه کاری براش انجام بده، لولش خراب شده، هرچی، باید شما طوری بین این انتیتی ارتباط برقرار کنید که بر اساس مهمترینا بیاید بچینید برای کاربر. هم گوگل راحت درک میکنه و هم کاربر. حالا من ارائه رو تا اینجا اومدم، آخرش گفتم یه سری توصیه که مثلا به تجربه به دست اومده مثلا تو دل کار بهتون بگم. ببینید به صورت کلی من خودم اگر نویسنده محتوا بودم فقط تو یک یا چند حوزه کار میکردم. برفرض میومدم میگفتم آقا من فقط فروشگاهی مینویسم و توی فروشگاهی ها مثلا فقط فروشگاهی هایی که کالای دیجیتال دارن، لپتاپ و گوشی و چه میدونم اینطور چیزا دیگه، چیزای بخش آیتی، موس و کیبورد و اینطور چیزا، فقط و فقط یک پروفایل درست میکردم و کاری میکردم توی این حوزه من شناخته شده بشم. یعنی جدای از این که کارفرما بیاد سراغ من، خود گوگل هم بدونه که آقا برفرض پوریا جاسمیان یک نویسنده خوب در حوزه آیتیه. مثال بزنم براتون، شاید الان هممون مهدی شجاری رو بشناسیم. مهدی شجاری که تو اینستاگرام یا توی یوتیوب گوشی رو تحلیل و بررسی میکنه و حالا مثلا سایت موبو نیوز هم داره. ببینید من میخوام که شما اینطوری بشید واقعا، یعنی هر کدومتون که نویسنده محتوا هستید بعدن اسم داشته باشید توی گوگل. بر فرض مثلا حمید میرزایی، مثلا میثم حسنپور، اینا که سرچ شدن گوگل بشناسه که آقا میثم حسنپور توی حوزه گردشگری فقط مینویسه، توی این سایت ها مقاله داره، این خطشه و قشنگ میفهمه، یعنی نوع و تایپ اون محتوا رو میفهمه. اینطوری بشید جدای از اینکه گوگل شما رو میشناسه و بحث YMYL و EAT میاد جلو و به شما رتبه های خوبی میده، کارفرماها میان سراغتون. یعنی مثلا شمایی که تو علی بابا نوشتی، منم میگم آقا بیا برای منم بنویس، یه چیز خوب برام بنویس. تویی که مثلا سایت گردشگری نوشتی، پس به نظرم هر چیزی ننویسید، برید توی یک حوزه متخصص بشید. این چه فایده‌ای هم داره جدای از اینا؟ ببین شما دیگه میایید تمام مطالعاتتون میره توی یک فاز. برفرض شما اگه تو گردشگری میخوای باشی، حتی باز نیشتر میتونی تو گردشگری فقط یک کشور باشی، دیگه خودت استاد اون کشوری میشی. مثلا من خودم الان چند سالی تو با دبی خیلی کار کردم، یعنی انقدری که من از در مورد دبی دیتا دارم در مورد شهر خودم ندارم، یعنی خیابون به خیابون، کوچه به کوچه. من داماستده اسم خودم یادم من نویسنده. اگر همین که نکته‌ای که گفتم، اگر تخصصی میخواید بنویسید 100% باید بیارید. ولی اگر تو هر سایتی دارید یه چیزی مینویسید بعداً میتونه براتون بد بشه. یعنی مثلا به عنوان یک نویسنده بی‌کیفیت میتونی شناخته بشید. این دیگه تکراری شدنش ببینید بحث علاقه است. یعنی من خودم خیلی تجربه نویسندگی نداشتم، شاید واقعا راست میگید خسته کننده بشه، ولی به نظرم اینطوری نیست. چرا؟ همین مثالی که زدم الان، مثلا من در مورد دبی، یعنی چون پروژه هایی بوده دستمون انقدر که در مورد کوچه به کوچهش، خیابون به خیابونش، نحوه سرمایه گذاری هاش، پیشرفتایی که داره انجام میده، تاریخچه و همه چیزش انقدر دیتا هست. مثلا من خودم الان من فقط سئو کارش بودم، یعنی متنم ننوشتم، ولی مثلا میتونم بیام مثلا یه 5 ساعت 6 ساعت فیلم بذاریم بیام فقط در موردش صحبت کنم. 100%، اصلا 100%. ببین نمیدونم شما توی سایت، اصلا پزشکی که دیگه داستانش جدا، یعنی کسی بره تو پزشکی اصلا نباید بیاد توی سری حوزه. تصور کن پزشکی داری مینویسی بیای در مورد مزد بنویسی، اصلا اعتبار اون سایت که ولش کن، اعتبار خود نویسنده چی میشه. خب حالا میخوام اینو بگم، وقتی تو یک حوزه متخصص میشید میان دنبالتون خودشون، و اگرم نیان فقط کافیه نمونه کاراتون رو نشون بدید. نمیدونم شاید شماها خیلی توی توی کانالای تلگرامی سئو نباشید. مثلا من الان راحت 40 تا کانال تلگرامی سئو دارم، خب
وقتی مثلا یکی از همکارا درخواست نویسنده میده، جدیدن شاید بگم 1-2 سال اینطوری شده، مثلا 2-3 سال قبل اینطوری نبود، اولین چیزی که مینویسه میگه برای این موضوع میخوام اگر رزومه داشته باشه سمت اونا برام اولویت داره. ببین این که میگید خودم روانشناس نیستم، قرار نیست حتما نویسنده یا مثلا روانشناس اون حوزه باشید. الان همین مثالی که زدم، مهدی شجاری مگه مثلا رفته توی حوزه موبایل درس خونده؟ نه، اصلا معلوم نیست رشتهش چی بوده، ولی انقدری خوب و خفن کار کرده که کسی که 4 سال آیتی هم خونده باشه در مورد گوشی نمیتونه مثل اون خوب حرف بزنه. گوگل هم اینو میخواد. درسته تو اگر مدرک داشته باشی بعداً بتونی بهش استناد کنی خوبه، ولی تو برادری خودت رو ثابت کن به گوگل و به کارفرما. مدرک هیچی نمیخوان ازت، همین خودش اوکیه. این یه مورد. پس اولین چیزی توصیه‌ای که من به شما دارم اینه. توصیه دومم اینه که بحث کلمه و اینا درسته مطرحه، ولی واقعا خب طوری ببندید که نه سیخ بسوزه نه کباب. یعنی به عنوان یک نویسنده با کیفیت خودتون نشون بدید. ببین کسی که یک لندینگ مینویسه و روی این لندینگ گوگل ادز میره، الان ما برای یکی از سایت‌ها گوگل ادز داریم میریم، راحت روزی 2-3 میلیون داره هزینه‌اش میشه روزی. ببینید ماهانه چقدر میشه فقط واسه ادز یک صفحه‌اش. خب اگر این صفحه رو شما مثلا 5 میلیون هم گرفته باشی، ولی این صفحه رو طوری نوشته باشی که برای من تبدیل بیاره و اوکی باشه اون متن، ارزشش رو داره. تا اینکه صرفا یه خروجی گرفته باشی از چت جی پی تی داده باشی به کارفرما یا سئو کاری که اونم مثلا نمیرسه چک کنه، حالا چه عمدی چه سهوی طرف چک نکرده میذاره تو سایت، بعد 6 ماه تازه آپدیت گوگل میاد میبینی ای بابا سایت کلا ترکیده، جریان چی بوده، از نو بیا چک کن، محتوا بی کیفیت بود. یعنی بحثم اینه سعی کنید حتی اگر کارتون کم شد به عنوان یک نویسنده با کیفیت و متخصص خودتون رو نشون بدید. مطمئن باشید سایت هایی که سایت باشن و بیزینس باشن حاضرن مثلا به جای یک محتوای 1000 کلمه‌ای که مثلا 300,000 400,000 500,000 میدن، حاضرن 1 میلیون هم بدن، 2 برابر، ولی چیزی تحویل بگیرن که واقعا طرف وقتی میخونه کیف کنه، خوانایی داشته باشه. ببین یه چیزی هم بگم بهتون، مورد سوم خوانایی. من خودم مثلا به شخصی هر متنی رو تحویل بگیرم اگر خوانایی نداشته باشه یا میگم درستش کنن، یا اگر مثلا چیز نباشه آموزش دادم به بچه‌هایی که دیتا انتری می‌کنن چطور خواناییشو ببرن بالا. کاری کنید که محتوا توی اسکرول معلوم باشه چی گفتید. یعنی به محض اینکه کاربر اومد تو صفحه اولین اسکرول رو انجام داد ببینه که دارید چی میگید. یه سری چیزا رو باید بول کنید، کلمات کلیدی رو بول نکنید. نکات مهم نمیدونم دیدید یا نه توی اون صفحه یه سری چیزا بول شده بود که آقا این رنگا رو داره، این قیمت رو داره، این نوع رو داره. اون جور چیزایی که کاربر توی اولین اسکرول میبینه رو بهش نمایش بدید و خوانایی بره بالا، این خودش درصد بالایی یعنی از محتوای مفیده. یعنی شما به محض اینکه میاد داره جواب میگیره بدون اینکه بخونتش. خب میبینی اینو داره، اینو گفته و توی اسکرول اول که اینا رو ببینه به احتمال 90% میمونه و همشو میخونه. یعنی خودتون رفتار خودتون رو در نظر بگیرید. هر سایتی رو که باز میکنید اول اسکرول میکنید ببینید محتوا طرف چی نوشته چی گفته، یه دور یعنی بالا پایین میکنید. اگر اوکی بود میمونید، اوکی نبود خداحافظ دین که بعد. اینم رعایت کنید، یعنی کاری کنید تو نگاه اول بمونه طرف، یعنی هر جور شده نگهش دارید. یه سری چیزا رو بولد کنید، یه سری چیزا رو توی کوتیشن بذارید، نمیدونم یه سری جدولا اضافه کنید، نمیدونم اینشو میشه پیدا کرد متناسب با هر حوزه، خیلی راحت میشه پیدا شد. اگه نمیدونید از کارفرما، نکته آخرش هم میگم بعد این حالا این ستا رو گفتم، آخر سر کارفرما و تیم فروش و شما به عنوان محتوا بچسبید، یعنی ولشون نکنید. ببین من کارفرمایی نمیگم که اومده پول گذاشته میگه آقا اون سایت رو راه بندازید خودش توی اون متخصص، اون که داستانش جدا. ولی برفرض میگم کارفرمایی که توی یکی از این سایت‌ها که باز کردم مثلا
سایت لوازم آشپزخونه و خانگی و اینا. وقتی خودش استاد خودش توی بازار بوده، مثلا 20 ساله توی این بیزینسه، بدون اصلا اون چیزایی رو میدونه که نه من سیاکار، نه توی نویسنده، نه 10 تا جی پی تی نمیدونن. یعنی اینو بچسبید ازشون نکته بگیرید. من کاری که میکنم همیشه خیلی راحت یه گروه مثلا تشکیل میدم با خودم و نویسنده و کارفرما و تیم فروش، میشه مثلا 4-5 نفر. مثلا من بریفمو میدم، میگم آقا این بریفمه، تیم فروش لطفاً متناسب با این بریف و سوالاتی که ازت میپرسن، تو الان هر روز یا توی گفتینو چت آنلاین باهات حرف میزنن یا بهت زنگ میزنن، چیا خیلی ازت میپرسن، اینا رو برام وایس اصلا نمیذارم بنویسم، کلا نمیذارم چه کارفرما چه تیم فروش بنویسه که بعداً بگه داری وقتمو میگیری. میگم فقط این وایس تلگرامتو بگیر برام صحبت کن. حرف میزنیم میگه آقا این سوالاتو خیلی میپرسن در مورد این موضوعی که تو میخوای بگی، یا مثلا حتی بوده با هم گفته آقا در مورد این کلا سوال نپرسیدن. اوکی، قرار نیست همیشه اینطور باشه. اینا رو گفتم و از خود کارفرما میگم لطفاً تویی که خودت 20 سال تو این کاری یه وایس هم بگیر بگو من چی اضافه کنم به این صفحه و این متن که کسی که اومد بخونه واقعا دردش درمون بشه. و واقعا من خیلی نتیجه گرفتم از این به شما خیلی کمک میکنه. شما در مورد یه چیزی میخواید بنویسید، شما علامه تخصص دارین بازار کار پیدا کنید و یا کارفرما حاضر رو پیدا کنید. حالا اونم بهتون میگم چطور کار پیدا کنید. ماها که علامه در نیستیم، مگه چقدر دیتا تو مغزمونه. مثلا من یه تایتل به شما میدم میگم برید بنویسید در موردش، اینم بریفشه، به اینا اشاره کنید. اوکی شما میرید پیدا میکنید، ولی خب تهش یه سایت انگلیسی میگردید، سایت‌های فارسی اصلا زرنگ باشید میرید مثلا سایت‌های چینی و روسی هم نگاه میکنید که خیلی این کارو نمیکنن، سایت‌های عربی و اینا رو نمیکنن و یعنی وقت نمیشه. همون فارسی و انگلیسی هم به زور نگاه میکنن، اگه باز مثلا زرنگ باشن میرن توی یوتیوب همون تایتل رو به فارسی انگلیسی سرچ میکنن ببینن چیا گفتن، 1-2 ساعت سرچ میکنن ببینن آقا چیا هست در مورد این تایتل، تهش میاد متناسب با اون چیزی مینویسه. این تولید محتواست به علاوه اون چیزایی که تو ذهن و تجربه خودشه اون نویسنده مینویسه. ولی تو فرض کن این همه زحمت رو کشیدی، وایس تیم فروش و وایس کارفرما رو بهش اضافه کنی و ببین چقدر خفن میشه. حالا اون چیزایی که ما بهش اشاره کردیم توی انتیتی‌ها و سمنتیک یه جایی حالا من بهش اشاره نکردم چون میره یکم تو فاز سئو، ولی توی بخش‌هایی از متن شما از یه سری انتیتی ها اگر استفاده کنید، فقط کافیه در استفاده کنید، همون کافیه برای اینکه گوگل بدونه این صفحه رو یک متخصص نوشته و یک محتوای غنیه، فقط کافیه بهش اشاره کنید. خب و یک سری انتیتی هم اشاره میکنی که اصلا تو دیتابیس گوگل نیست ولی انقدر اوکیه و انقدر خوبه که حاضر گوگل بره براش نمودار دانش درست کنه. مثال میگم مثلا توی یک حوزه یک اصطلاح رو به کار میبرید، اصلا همین در مورد این توال فرنگی یه چیزی داره به اسم X که حالا اون زیرش بازو بسته میشه من نمیدونم چیه، اینو مثلا میبینی آقا گوگل اصلا تا حالا در موردش اطلاعات نداشته. اگه تو اصولی تو محتوات استفاده کنی گوگل حاضره به عنوان یک انتیتی جدید براش توی دیتابیسش یه نمودار دانش بسازه و تو اولین نفری هستی که اینو اشاره کردی و رو تراست تاثیر داره. این تا اینجا. حالا اگه دیگه شما هر سوالی دارید بپرسید، اگه کم و کاستی بود ببخشید، من سعی کردم آخراش هرچی تو دلم بوده بهتون بگم و اولش هم یکم علمی طور باشه. یه من در خدمتتون هستم. دوستان میتونن وایسشون رو باز کنن، صوتی هم سوال بپرسن. خسته نباشید. اینا یاسر من دیشب ساعت 5 درست کردم به خدا. دستت در نکنه. بسیار سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید. سلام آقا. ممنون از اطلاعاتی که دادید. قربون شما. آقای جاسمن، حالا جدا از محتوا تو بحث سئو ما یه سایتی داریم فروشگاهیه، بعد کارفرما نمیتونه بودجه زیادی هم بذاره براش، هزینه زیادی کنه. چقدر ما باید چیز کنیم روی بخش بلاگ فروشگاهی، سایت فروشگاهی تاکید کنیم روش؟
چقدر براش هزینه و وقت بذاریم؟ در مورد این اگر میشه یه توضیح. ببین آره بودجه کلا خیلی مهمه، یعنی هر کاری که اصلا چه سئو چه محتوا، طرف همونقدر که پول بده همونقدر هم آش میخوره. این یه چیز کلیه توی دنیا، ولی اینجا چیزی که مهمه اولویت بندیه. تو میگی آقا من ماهانه میتونم اینقدر هزینه کنم، اوکی، میتونی اصلا ماهی 5 میلیون هزینه کنی، ماهی 2 میلیون تومان. تو میای اولویت بندی میکنی، میگی که آقا الان تو سایت فروشگاهی من هنوز دسته‌بندی و محصولاتم اوکی نکردم، بلاگم فعلا چه نیازیه. خب بلاگ خیلی خوبه، مثلا من یکی از سایت‌های فروشگاه شدم 80% ورودی و فروشش داره از بلاگ میاد. ولی اولویت مهمه اینجا. تو تا روزی که دسته‌بندی‌های مناسب نداشته باشی و متن‌هاش، حالا شاید یه سری از حوزه هاست متن نخواد دسته‌بندیاش، بستگی داره به حوزه، ولی تو من حوزه بوده کار کردم، خواستید باز می‌کنم براتون سایت‌های صنعتی، توی متن دسته‌بندیشون 10,000 کلمه نوشتم. باید بنویسی، ننویسی نمیای بالا. حوزه‌ای هم بوده کار کردم توی دسته‌بندی یک خط هم ننوشتم، فقط عنوان، دیسکریپشن، محصولات، لینک 4 5 6 اومده بالا رو دیگه مابقیش با بک‌لینک. ولی حالا متناسب با حوزه، اگه دسته‌بندیت نیاز به متن داره اول اونا رو تکمیل کن، بعدش میری سراغ بلاگ. بله ببخشید آقای جاسمی وقتت من میگم ما شما اولویت بندی کردیم، خب محصولات و دسته‌بندی و محتوا خورده تا یه حدودی هم رتبه گرفتن، حالا یه سریشون اومدن صفحه اول کردن و یه سری صفحه 2 هستن. بعد هزینه‌ای که کارفرما کرده فقط برای رپورتاج که رفتیم این دسته‌بندی ها 3 میلیون تومان بوده، حالا بر اساس اون بودجه که داده تا الان. بعد یه سری کلمات هستن که باید بلاگ بیاد بالا دیگه، طرف وقتی چیز سرچ میکنه یعنی باید اطلاعات بهش بدیم. حالا من گفتم که ارزش داره براشون وقت بذاریم لینک بگیریم ازشون برای دسته‌بندیامون یا نه. یه لحظه این پیام خوندم حواسم پرت شد، ارزش چی داره؟ آیا آیا این کلماتی که بلاگ محورن، خب کارفرما خب گفتم که مشکل وجوده، ارزش داره برای سایت فروشگاهی؟ ببین بیشک تو هر چی سایت جامع‌تر و کاملتر باشه از همه لحاظ بهتره، اما وقتی گفتم دیگه وقتی بودجهش محدوده فعلا دسته‌بندی و محصولات رو اوکی کن، بعد بیا سمت بلاگ. اگرم بودجهش در یه حده بیا خیلی کوتاه شروعش کن، یعنی مثلا 80% پولو بذار برای این دوتا، 20%شو بذار برای بلاگت که مثلا میگم ماهی 4-5 تا بلاگ هم بری، 3 تا 4 تا 5 تا هر چی بستگی به اون بودجه. ولی آره پوششش بده، هیچ مشکلی نیست و بیشک ورودی هم میگیری، ولی باز اون اولویت مهمه. خیلی ممنون از شما. اگه سوال داری به نظر میکروفوناتون رو باز کنید تا پیام، چون پیام‌ها شاید اینکه فرمودید دغدغه من اینه دسته‌بندی‌های سایت مجله خبری روانشناسی رو درست طراحی میکنم یا نه. خیلی کلیه، باید مثلا منم ببینم حالا اون حوزه بررسی بشه که اوکی نیست، خیلی داستان داره. بعد این یکم از فاز محتوا میاد بیرون، یعنی میره تو فاز سئو. اینکه دسته‌بندی رو چطور طراحی کنی خیلی سوال. اونجا نیلوفر اسماعیلی، چطور در حوزه‌ای که تخصص داریم بازار کار پیدا کنیم و یا کارفرمای اون حوزه رو پیدا کنیم. ببین این که گفتم شما این کار رو انجام بدید متخصص بشید، حالا شما فرمودید چطور پیدا میکنید، در مورد این سرچ کنید که چطور یک نویسنده متخصص بشم. خواستید من بهتون منبع میدم. وقتی میگم یک نویسنده متخصص یعنی نویسنده‌ای که تمام سوشال هاش فعاله، لینکدین، اینستاگرام، توییتر، فیسبوک، تمام اینا فعاله. خب محتوایی رو که می نویسه توی هر سایتی تو سوشالش هم میذاره که اینو من نوشتم. خب بعد این توی سایت های مختلف که تو داری محتوا میذاری اسمت، عکست و مشخصات ارتباطیت هست. وقتی طرف میاد سرچ میکنه یه چیزی، حالا همون مثال گردشگری، میبینه که پاش اسم شما هست و قابل کلیکه، نه اینکه فقط اسم طرفو گذاشته باشن و هیچی، قابل کلیکه، میتونه شما رو پیدا کنه. این یه بخشیش. یه بخشیش میره شما وقتی رزومه میفرستی، وقتی رزومه میفرستی میری آقا مثلا توی سایت جاب اینجا
یه سریاشون جدیدن دیگه واقعا دارن مینویسن، میگه آقا من نویسنده گردشگری میخوام، نه یک نویسنده عادی. اونم دیگه وقتی تو واسهش رزومه میفرستی، میگه اینا رو من نوشتم، این لینکش، این فلان و بیسارش، ندید باید قبول کنه و باید اصلا منت هم ببره، چون نیست واقعا. یعنی نویسنده اینطوری خیلی کم پیدا میشه، چون 90% نویسنده ها، گفتم این موضوع 1-2 سال داره خیلی بولد میشه، مخصوصا از تایمی که چت جی پی تی هم میگم بولد شد و قبلش حالا کمتر، وگرنه قبل اون هر نویسنده یه روز در مورد یه چیزی مینویس، الان هم اینطوریه. ولی شما اینطوری بشی واقعا تو رزومه ها ندید قبولت میکنن نسبت به کسی که همه چی نوشته. و یه چیز دیگه میگه تو سوشال ها، وقتی توی سوشال های اون سایت ها فعال باشی، برفرض میگم تو سایت گردشگری هستی، ما انجمن داریم، توی انجمنهای گردشگری اگر فعال باشی، سوال جواب بدی، حرف بزنی، مثلا طرف در مورد یه جا نظر میده، تویی که میدونی اونجا داستانش چیه، حرف میزنی با طرف، داری سوال جواب پاسخ میدی، داری تراست میگیری، کارفرماست که هر جور باشه باید تو رو پیدا کنه. و توی مثلا میگم همون سوشالا وقتی باشی راحت پیدا میشی، یعنی تو قابل سرچی، قابل در دسترسی، اینطوری خیلی راحت. منظورم اینه، اینکه شما متخصص بشی، اینا رو داشته باشی، راحت پیدا میشی، میان سمتت بیشتر. توصیه من حالا اینه که توی لینکدین حتما صفحه لینکدین که دیگه داشته باشین. خفنه، آره خفن آره واقعا. حتما توی لینکدین صفحه داشته باشین، توی بیو لینکدین هم بزنین که من چه کاری دارم انجام میدم و تخصصی توی چه حوزه‌ای دارم کار میکنم. آره بعدش توی اینستاگرام هم سعی کنین اون همکارایی که توی حوزه SEO دارن فعالیت میکنن و بقیه نویسندهایی که یعنی هستن رو فالو بکنین. حالا چه توی پیج من برین یه سری فالوورها هست حالا نزدیکش، یا کسایی دیگه که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، فالو آره بکنین، یواش یواش آشنا بشین با این حوزه. بعدش سعی کنین که توی لینکدین یه سری محتواها رو همیشه اونجا بذارین، لینکاشون رو بگین که اینا رو من نوشتم. رزومتون هم توی لینکدین باشه، یعنی یه صفحه جامع. لینکدین یه شبکه اجتماعی است که واسه بیزینس، یعنی کسایی که تو حوزه بیزینس دارن فعالیت، متخصص هست. شما اونجا یه صفحه کامل دارین که هم نمونه کاراتون هست، هم شرکت هایی که توش کار کردین، کامل یعنی درباره شما نوشتن اونجا. دوستان اگه راجع به محتوا نویسی سوالی دارن، SEO نه، راجع به محتوا نویسی سوالی دارن بپرسن. اگر نه جلسه رو تموم بکنیم که یعنی یک تقریبا 10 دقیقه مونده واسه جلسه. آقای عبدالمحمدزاده دستش آورده بالا، لطفاً بفرمایید. سلام، خسته نباشین آقای یاسر، آقا پوریا، مرسی از ارائه جامع و کاملتون. یه سوالی داشتم، اونی که استراتژی محتوایی می نویسه، یعنی شما تو پروژه ها انتیتی و کیورد ها رو قید میکنید تو اون استراتژی یا باعث گمراهی نویسنده میشه؟ اون قید بشه بهتره یا نشه بهتره؟ نه من انتیتی یا کیورد بهش نمیدم. اگر من قرار باشه بهش بگم چی بنویسه، من بهش بریف میدم. حالا اگر من دلسوز باشم برای اون سایت یا وقت و زمان و هزینهش برام بصرفه، متناسب با انتیتی و متناسب با یک سری چیزهایی که مثلا بلدم، میام یک بریف خیلی خفن مینویسم و اینو به شما میدم، شما میری مینویسی. و اگر حالا مثلا میگم باز بسی بجا، اگر شما یه خروجی خوب بهم ندی، چون بودجه من محدوده، تهش شاید مجبور بشم خودم یه بار دیگه از ایان متناسب با اون خروجی بگیرم. ولی من توی این تمام این صحبت‌ها حرفم این بود که بار اینا بیفته رو دوش شما، که آخر سر شما هم بتونی یکم هزینه بیشتر بگیری، هم یه باری رو از رو دوش سئوکارا یا مثلا تیم برداری، و هم این که به عنوان یک نویسنده با کیفیت شناخته بشی. اینا رو من گفتم، شاید من یک بریف بهت بدم که اینا رو رعایت کرده باشم، اما شاید شما اصلا شاید بهت بریف ندن، طرف یه تایتل بهت میده، میگه آقا مسعود در مورد خرید ملک در دبی 2000 کلمه برام بنویس. اصلا نمیدونه چقدر باید به چه چیزایی اشاره کنه، همینجوری یه عدد میندازه 2000 کلمه برام بنویس. اوکی. ولی اینجا تو اگر بیای بگی خب آقا من متناسب با رقیب‌ها، متناسب با انتیتی‌های حوزه، متناسب با کیورد، ببین من 2 تا چیز استخراج کردم، یکیش انتیتی بود با چت جی پی تی، یکیش کیورد بود که ابزارهای مختلفی مثل اون ابزار فارسی هست.
متناسب با اینا یه بریف می‌نویسی، شروع می‌کنی به نوشتن و تهش هم دوباره یه خروجی اوکی می‌کنی، بعد اینو بدی به کارفرما. این باعث میشه تو به عنوان یک نویسنده با کیفیت و خوب و دلسوز شناخته بشی. یعنی تمام حرفا سمت این بود. حالا خب اینجا موردهای دیگه، درخواست ایجاد پروفایل بکنید از سایت ها. شما باید خودتون، یعنی سایت هایی که پروفایلی واسه نویسنده نمیسازن، شما نمیتونید آخر یعنی متنتون اسمتون رو بیارید. شما باید از اون سایتی که توش کار میکنید درخواست بدیم بهشون، بگین که آقا ما میخوایم توی این حوزه شناخته شده بشیم، میشه لطفاً پروفایلی واسه من توی این سایت ایجاد بشه برای نمونه کار. این کارو میشه انجام داد. خب من از پوریا جان یه سوال دارم. سایت هایی که حوزه دیجیتال مارکتینگ دارن کار میکنن واسه وبسایت های مختلف دارن تولید محتوا انجام میدن. خب معمولا اسم برندشون هست توی قسمت نویسنده سایت های مختلف. خب اینا تراستشون چطوریه؟ چون که تو حوزه مختلف دارن مینویسن. منظورتون این بود که الان مثلا من برفرض میام به تیم شما میگم برام محتوا بنویس، بعد تهش دیگه شما اسم نویسنده رو بهم نمیگی، مثلا میگی آقا اسم برندم یاسره، اینطوری بعد من میرم تو سایتم آپلود میکنم، درست؟ دقیقاً. اینجور جاها ما اکثرا من چیزی که تو سایت های بزرگ دیدم، اسم اون برند رو نمیزنن، میزنن تحریریه خودمون، برفرض تحریریه شهر سخت افزار، یا تیم نویسندگان خودشون رو میزنن. اینجور جاها اکثر این کار رو میکنن که تراستی رو به یک شرکت ندن، تهش بگن آقا اینا رو خودمون نوشتیم و تیم تحریریه خودمونه. ولی اینکه بگم اسم یه شرکت رو بیارن نمیدونم واقعا. مگر دیدگاه این گوگل راجع به این موضوع چیه؟ دیدگاه گوگل فقط شخصه، یعنی چیزی که من واقعا دارم در موردش میخونم دنبال شخصه. اصلا این که تو بیای محتواتو به یه تیم بدی بنویسی اصلا باهاش مخالفه. خب چون میگه که تو یا نباید سایت داشته باشی، یا اگر سایت داری دو حالته، یا خودت باید متخصص اون سایت باشی که خالق محتوا و متخصص باشی، یا اگر خودت چیز نیستی، متخصص نیستی، باید یه متخصص رو برداری بیاری. خب حالا اینکه ما میایم این متخصص رو برمی‌داریم میاریم، باید اسم برده بشه. اینکه فقط یک شخص، اینکه فقط یک شرکت باشه اصلا در موردش تا حالا نخوندم، یعنی به این بر نخوردم. چرا؟ چون توی EAT گوگل میگه که چند نفر مسئول اون سایتن، یکی صاحب سایته، یکی ناشر سایته، و یکی هم که میره سمت اونایی که در قبالش مسئولن، یعنی اون که حالا سایت، آره، ناشر و دارنده اون سایت مسئولن در قبال محتوا. حالا اینکه این ناشر شرکت باشه اصلا یه جورایی مثلا شاید تو نری زیر بار مسئولیت اون متنه، میگی آقا من این متن نوشتم دادم به این سایت X، متن گذاشته، اگه بعدن طرف کلاهبردار از آب در بیاد چی؟ یعنی بیاد مثلا کلاه واسه تو هم بده. به نظرم اونجور جاها تو اگر بتونی یه سری نویسنده خاص داشته باشی که اینا برات یعنی برندت بشن، مثلا فرض کن یه نفر رو داری که تو لینکدینش هم زده آقا من اسمم اینه، توی این حوزه کار میکنم، توی این سایت دارم چیز منتشر میکنم، ولی نویسنده یاسرم، یعنی نویسنده برند یاسرم، مثلا yasser.com. این خودش اون تراسه رو به نظرم میتونه برای تو هم بیاره. بسیار عالی توضیح دادی. من اینجا به 2 تا شاخه تقسیم می‌کنم این مورد رو. یه سری تیمایی هستن که آقا شرکت دیجیتال مارکتینگ واسه وبسایت‌های مختلف خدمات تولید محتوا انجام میدن. وبسایت‌ها مثلا یکی از وبسایت‌هایی که مثلا معروف است واسه اینا از خدماتشون میخواد استفاده بکنه، میان به اسم خودشون ثبت میکنن توی سایتشون، یعنی تیم تحریریه‌شون. این یه مورد بود. مورد دیگه این هستش که اگر میخواین دوستان تیمی تشکیل بدن تو حوزه تولید محتوا، بازم این رو دخیل بکنن که یک حوزه تخصصی برن این تیم رو تشکیل بدن. اون وقت مثلا تیم ایران فاندر مثلا تو حوزه SEO و مارکتینگ تراستش، یعنی اون اعتبارش سمت این موضوع است که آقا تو این حوزه دارن تخصصی کار میکنن. گوگل اینو کامل میشناسه از این بابت. پس وقتی تیمی هم تشکیل میدین هر چقدر تخصصی تر باشه بسیار عالی تر هستش. اضافه کنم یاسر،
ببین کسی که نویسنده بشه، برفرض من پوریا جاسمیان فقط تو گردشگری محتوا می نویسم، اوایلش متخصص بوده، اونم حالا میگم بهتون، میگه چرا خودم متخصص سئو توی حوزه‌های مختلف کار میکنم. متخصص سئو هم باز توی حوزه نیش بشه خیلی بهتره، ولی خب بس یکم تفاوت داره با محتوا. ببین یه چیزی هم بگم اینجا، به نظرم این کار رو انجام بدن خیلی براشون مفیده. ببین من پوریا جاسمیان از امروز میخوام شروع کنم که پروفایلم و اسمم توی گوگل شناخته بشه. بیشک اوایل من مثلا میرم یه محتوای خوب میدم به سایت، بیشک اوایل شاید اصلا اسم منو نذاره، اسم نویسنده خودشو بذاره، بیشک این اوایل خیلی اذیت میشم. همیشه راهها اولش سخته تا به حدی برسی، ولی من باشم چیکار میکنم؟ اوکی محتوامو دادم به اون سایت، گذاشت اسممو نبرد، باشه چیکار میکنم؟ کنارش محتواهایی خلق میکنم. ما یه چیز داریم به اسم ویرگول، حالا ویرگول یه مثال نوعیه، ما بقیش. دقیقا میخواستم اینم بگم. آره محتوایی بنویسید که خیلی خفن باشه، خیلی خب، و پروفایل ویرگول، مثلا ویرگول نوعی رو میگم، ما بقی سایت هم مثلا ویرگول خیلی سایت قویه، یعنی یه نویسنده خوبم باشه و بنویسه دیگه قشنگ رتبه میگیره. پروفایل بسازید، شماره تماس، نامتون، هر آنچه که هست رو بنویسید و محتوای خوب منتشر کنید. این محتوا رتبه میگیره. نرید همون عنوانی که دارید به اون، نه، محتوایی پیدا کنید که محتوای خوبی باشه، حالا به کسی ندادید و یونیک اونجا بذارید. اینا که رتبه بگیره به مرور 10 تا 20 تا مینویسید. اینجاست که وقتی یکی اومد سراغتون میگی فلانی من پوریا جاسمیانیم که 10 تا محتوای صفحه اول توی ویرگول دارم، من بهت محتوا نمیدم مگه اینکه اسممو بذاری تو سایتت. یه مدت که بگذره محتواشون رو توی محتواتون توی 10 تا سایت قرار بگیره، اصلا باید پول اضافه بهتون بدن که اسمتون رو بیارن. از یه تایمی به بعد باید از این بترسید که الکی اسمتون رو نیارن. اولش سخته تا این اسم برسه به جایی، به جایی که برسه باید بترسید که اسمتون رو هر جایی نیارن، که از تراستتون استفاده نکنن، که حالا اونو داستاناش جداست اینجا نمیگنجه که فقط با اینکه اسم شما رو بیارن اعتبارتون به اون منتقل نمیشه، داستان داره. ولی اولش سخته، ولی اگر شروعش کنید به جایی میرسه که اونا دوست دارن اسم شما رو بیارن. منطقی هم هست. من الان خودم سایت دستمه، یه نویسنده‌ای که اسمش رو سرچ میکنی هیچی نمیاره ازش، خب چرا من باید تو سایتم اسمش رو بذارم؟ حداقل اسم خودم رو مینویسم که بعداً بگم آقا من این سایت مثلا یه سال دستم بوده، محتواشو گذاشتم، یه رزومه بشه واسم. ولی تو یه کاری کنی که قدرت بیفته تو زمین تو، بعداً دستت بازه، میگه آقا من 10 تا محتوای عالی دارم تو ویرگول گذاشتم، بیا برو سرچ کن. و خوبیش اینه که ویرگول پروفایل داره، رمز و پسورد داره، هر کسی نمیتونه ایشون کنه. خیلی زیادن سایت‌های وبلاگی، یعنی یه سرچ کنید. ردیت. آره انگلیسی‌ها که دیگه خیلی زیادن ها، من فارسیشو گفتم. خود بلاگ فارم مثلا خیلی خفنه، روز بلاگ خیلی شده، اینایی که ما لینک سازی می‌کردیم قبلا یه لیست از 1000 تاش در میارم میفرستم واسهتون. خیلی زیادن، روز بلاگ و بلاگ فاو و ویرگول و خیلی زیادن. سرچ کنید بلاگ‌های چیز براتون میاد. حالا خواستید من توی کانال یه لیست بلند بالا میذارم، ولی بگردید این کدوماشون با کیفیت اونجا محتوا بذارید، به هیچ کی هم لینک ندید. خب آقای عبدالمالکی، بحثمون چون راجع به نوشتن آره دیگه اون میره توی هست. داستان دیگه. آره راجع به بکلینک صحبت ان شاءالله تو جلسات بعدی. خب آقای فرخپور سوال داشتن. آقای فرخان سوالت بپرسن دیگه جلسه رو تموم بکنیم. آره سلام پوریا جان و یاسر جان، خیلی وقتتون رو نمیگیرم. برای سایت خبری ما یه کاری که انجام میدیم، روی عکس‌ها آلتکس میذاریم و اسم عکس‌ها رو تغییر میدیم. سوال اصلی من این بود که مثلا ما یه خبری داریم در مورد افتتاح مثلا یک پل در مثلا شهر بندرعباس. حالا چند تا عکس توی صفحه داریم، یکی عکس مقاماتی هستش که اونجا تو مراسم هستن، یکی هم عکس پله. رو بحث آلتکس ما بهتره چه چیزی بنویسیم براش؟ آیا مثلا تیتر خبر رو روی آلتکس هر دو تا عکس بذاریم یا نه
روی یکیش که عکس پل بنویسیم پل مثلا شهید فلانی بندرعباس، روی یکی عکس مسئولین اسم مسئولین بنویسیم مثلا استاندار بندرعباس. پیشنهاد شما چیه واسه عکس‌ها؟ ببین یه چیزی بهتون بگم، به صورت کلی گوگل بیان کرده که توی اون قسمت آلت تصاویر بیاید انگار که مثلا گوگل یک کوره و میخوای بهش توضیح بدی که این چیه. خب حالا بذار کامل توضیح رو میگم بهتون. برفرض همونی که میگید میتونید بنویسید که مقامات فلان روی پل فلان در تاریخ فلان که دارن افتتاح میکنن، این میشه آلت اون صفحه. خب به صورت کلی مرسومه که میرن تایتل رو کپی میکنن میذارن توی آلت تصاویر. خب اما اینجا یه نکته داخل پرانتز بهتون میگم که این کارو اگر نکنید هیچ موردی نیست. چرا؟ چون به صورت کلی گوگل آلت و چیزایی که از اون تصویر رو میفهمه از دو جا برداشت میکنه، از متن‌های اطرافش، پاراگراف قبل و بعدش و تایتل. یعنی اگر حتی آلتی ننویسی متناسب با پاراگراف قبل و بعد و تایتل خودش یه چیزی و یه مفهومی رو برداشت میکنه. حالا اون داستانهایی که در مورد پردازش تصویر داره کلا بماند، اون به کنار، در مورد متن فقط میگم. ولی اینکه هنری داشته باشید که تایتل و عکس و همزمان با هم توصیف کنید دیگه خیلی عالی میشه. یعنی ترکیبی از دیتای تصویر و عنوان باشه دیگه عالی میشه. نمیدونم متوجه شدید یا نه، ولی یعنی به نظر شما ما بیایم عکس رو شرح بدیم، عکس رو باید شرح بدید، حادثه رو شرح بدیم، اون اتفاق رو شرح بدیم. یکی عکس پل ما بنویسیم پل شهید فلانی یا بنویسیم افتتاح پل شهید فلانی. ببین اگه فقط عکسیه که اینجا داری پل و هیچ مقاماتی روش نیست و اینا، آره فقط بنویس پله. ولی اگه یک نفر روشه که دارن، دقیق بهت گفتم فرض کن داری واسه یک نفر که کوره توضیح میدی، یعنی دقیق چیزیه که تو داکیومنت‌های گوگل خودش گفته. میگه فرض کن من یه کوری ام میخوای این عکس رو برام توضیح بدی. خب چون مابقی چیزای اون تصویر رو از متن‌های اطرافش و تایتل برمی‌داره. ولی اگر یک نفر واقعا انقدر بتونه یه جوری تایتل و اون توضیح به کوره رو قشنگ بچپونه دیگه تمومه، یعنی گل کارو زده، یعنی یه تیر و دو نشون میشه، هم تایتل توش باشه هم توضیح، دیگه خیلی عالیه. خب ولی من اگر یه قرار پیشنهادی هم باشه راجع به این موضوع بدم. من یه جلسه کامل راجع به تصاویر صحبت خواهم کرد، اونجا خیلی از جوابتون رو خواهید گرفت آقای پور. بعدش من 3 تا مورد، یکیش قبل پاراگراف، بعد پاراگراف، یعنی من عکسی که هست پاراگراف قبلیش رو برازیم، بعدش رو موضوع تصویر رو میفهمن. یکیش آلت تصویرشه، بعدش زیرنویسی که واسه تصویر می‌نویسین، اینو در نظر میگیره، کپشنی که هست. بعدش از همه مهمتر که هیچ کس استفاده نمیکنه، سعی کن یه تیپ گرافیک داشته باشین، یعنی اینا یعنی مطلبی که میزنین رو اینا عکساشون رو بزنن. خب چطور بزنن؟ توی داخل عکس هم یه سری نوشته ها داشته باشن توی داخل بزن. یعنی خیلی سادهش توی گوگل یه عکسی رو جستجو بکنین، حتی من تو جلسات بعدی خواهم گفت یه عکس از روی یعنی متنش رو، حتی یه سنگ قبر هم باشه متنش رو میخونه که چی نوشته. آره اینقدر درک داره. شما با اینا میتونید سیگنال بفرستین طرف گوگل که آقا این عکس راجع به چی هست. این آقا یاسر میان صدا آره صدا. خب مرسی از همگی، دست همگی درد نکنه. مرسی از پوریای عزیز. قربون شما، خیلی خوشحال شدم نباشین دوستان. جلسه بعد امیدوارم که بازم همچین محتوای مفیدی گفته بشه. ان شاء الله. فعلا خداحافظ. خداحافظ. خدا